خب میتونیم کم کم شروع کنیم. حالا تا چیز باشه عده بیشتری بیان یه 5 دقیقه دیگه میتونیم صبر کنیم. هر سوالی که دارین بپرسین از جلسه‌های قبلی که با هم در موردشون حرف بزنیم، آماده بشیم برای این جلسه. این جلسه کد نویسی خاصی نداریم هنوز. این جلسه بیشتر می‌خوایم در مورد یه سری مفهوم صحبت کنیم. در مورد شبکه هستش. ولی خب قبلش حتما سوالایی که از قسمت قبلی دارین رو بپرسید. صدای منو داری؟ بله بله. این مبحث سمافور که جلسه قبل داشتید میگفتید، اون بخش مثلا ریلیز کردنش و مثلا خودم که مثلا سرچ کردم دربارش خوندم، این بود که مثلا وقتی که یه جورایی میخوایم مثل سینکرونایز ازش استفاده کنیم، حتما باید اون ریلیزر رو داخل فاینالی بذاریم. بعد مثلا جلسه پیشم یکم یعنی کدی که داشتید میزدید به مشکل خورده بودش. یه جایی منم دسترسی به میکروفون نداشتم، فکر کنم تو چت هم گفتم که مثلا باید یه فاینالی باشه یا نه. این فاینالی بودن رو یکم میشه توضیح بدید؟ ببین کلا فاینالی کاری که انجام میده، من مثلا اینجا من کد رو هم شیر کنم ببینم کجا، یعنی توی حالا پترنی که دیدی جایی استفاده کردن، اگه اون پترن رو نشون بدی دقیق‌تر میتونیم حرف بزنیم، چون ما کدی که با فاینالی یعنی یک کد رو میتونیم بدون فاینالی هم پیادهش بکنیم، یعنی به شکل‌های مختلف میشه پیادهش کرد. اما حالا تو نمونه‌ای که دیدی پیشنهادشون چه طراحی بوده برای این قضیه؟ من فکر میکنم حالا همین کد شما رو یه جورایی مثال زدم برای که مثلا به یه همون اروری که اون موقع شما برخوردید تقریبا خورده بود. آره بهش گفتم که مثلا این چرا اینطوری میشه، گفته بود که مثلا باید حتما داخل فاینالی قرار بگیره اون ریلیز تا مثلا درست انجام شه، وگرنه مثلا یه سری جا ممکنه لاک بشه یه همچین چیزی. ببین اتفاقای مختلفی میتونه بیفته. کلا فاینالی زمانی که باید زمانی میاد وسط، خب که یه اکسپشنی پرتاب بشه. حالا ما طوری که ما پیاده کردیم ریلیز رو اصلا اکسپشنی پرتاب نمیکنه. خب یعنی احتمالاً دیزاینی که اونجا پیشنهاد دادن دیزاین دیگه شاید بوده که یعنی شکل شاید جور دیگه میخواستن پیادهش بکنن، ولی تو این دیزاینی که اینجا داریم مثلا اکسپشنی پرتاب نمیشه. بر همین خب یه نکته‌ای که هستش اینه که اینجا خب شاید اون چیزی که تو ذهنشون بوده چیز دیگه‌ای بوده، شاید طرف ویت منظور هستش، طرف ویت مثلا اکسپشن پرتاب میشه. خب مثلا اینجا طرف ویت وقتی که اکسپشن هند پرتاب میشه باید به یه شکل دیگه‌ای بتونیم هندلش بکنیم. آره مثلا ویت کردن رو من ببینم اینجا الان چطوری نوشته بودیمش. اینجا من گفتیم به بیرون پرتاب میکنه، یعنی اگر از ویت بیاد بیرون ممکنه که اینتراپت رو به بیرون پرتاب بکنه زمان اکوایر کردن. من ببینم تو این حالت خب چه اتفاقی میفته. آره تو این حالت ممکنه که طراحی خوبی نباشه، بهتر باشه که مثلا این شکلی طراحیش بکنیم، یه دونه ترای مثلا اینجا بذاریم اون وقت به جایی که بگیم اینو پرتاب میکنه بیرون برای اکوایر کردن، بگیم ترای میکنیمش، کچ میکنیم اینتراپت اکسپشن رو. حالا اینجا باز دوباره چیز هستش که اینجا این شکلی اگه بنویسیمش بازم اولا خب نیازی نداریم که باز با فاینالی پیادهش بکنیم، یعنی همین اگر اینجا این شکلی بنویسیم باز دوباره برنامه میتونه کار رو انجام بده. حالا بستگی داره باید دقیق ببینیم که پیشنهادشون چی بوده، طراحیشون چی بوده، چه شکلی اینها رو نوشتن تا ببینیم که چه سولوشنی رو استفاده بکنیم. یعنی ولی الان مثلا اینو همین شکلی بنویسیم ما مشکلی پیش نمیاد برام. بعد دیگه این رو بگم که
جلسه پیش هم آخر سر درست شد، یعنی آخرین کدی که جلسه پیش داشتیم دیگه داشت کار رو انجام میداد. آره اون درست شد آخرش. بعد یه چیز دیگه هم که دربارش حالا خونده بودم، این بحث سیگنالینگ بود که مثلا با سمافور میشد انجام داد و با مثلا سینکرونایز نمیشه مثلا به راحتی انجام داد. اینم میشه مثلا توضیح نیاز اینو بدونیم یا نه؟ کدوم؟ یعنی که مثلا یه کاری که مثلا با ویت نوتیفای میشه انجام داد با سینکرونایز نمیشه انجام داد، منظورت اینه؟ مثلا یه تابعی باشه، مثلا یه چیزی رو اکوایر کنه ولی مثلا حالا پرمیتمون مثلا صفر باشه، خب یعنی مثلا نتونه کاری انجام بده، ولی مثلا تو یه تابع دیگه مثلا اون دیتا مثلا ساخته بشه، یعنی اونجا ریلیز بشه توی یه تابع دیگه، مثلا اینا جدا از هم اتفاق بیفتن. آها، خب آره ببین، اولش که اصلا سینکرونایز و ویت مکانیزمشون با هم یه مقدار فرق میکنه ها. یعنی اصلا ما اگه سینکرونایز رو نداشته باشیم ما ویت نوتیفای نمیتونیم انجام بدیم. مثلا همینجا یادتونه دیگه وقتی ما نوتیفای میکردیم، نوتیفای آل مثلا میکردیم، همه از ویت میخواستن خارج بشن. این سینکرونایز بلاک بودش که کمک میکرد که دونه دونه بیان بیرون. این یه نکته‌ای. یعنی شما وقتی که وارد این سینکرونایز بلاک میشین ویت میکنین، دیگه سینکرونایز بلاک رو ول میکنه. خب یه عده دیگه میتونن وارد بشن. بعد ولی حالا یه وقتی یه تعداد زیادی ویت کردن، یه نوتیفای میاد، خب دونه دونه میان بیرون. اون وقت این یه نکته ای. ولی حالا یه دونه چیز دیگه اینه که مثلا مثالی که زدی، یه نمونه عملیشو میشه چی گفت؟ ببین من درست فهمیدم سوالتو. مثلا مثالش اینه که میتونه باشه که یه سری نفر تولید کننده داریم، میخوان توی یه صفی چیزی بنویسن، یه عده مصرف کننده داریم. خب و خب وقتی مصرف کننده درخواست میده هنوز چیزی داخل صف نرفته، باید منتظر وایسه دیگه. درسته؟ بعد مثلا خب ممکن صفحه بخواد ماکسیمم ظرفیت هم داشته باشه، مثلا با یه تعدادی. ما میتونیم اینو مثلا با سمافور پیاده کنیم. یعنی مثلا هر زمان یه سمافور بذاریم، اول ظرفیتش 0 باشه، یعنی که هر کسی که بخواد اکوایر کنه باید منتظر وایسه. خب بعد از اون طرف توی مصرف کننده، از اون طرف توی تولید کننده بیایم بگیم که هر زمان که یه چیزی اضافه شد به صف، یه دونه به سمافور اضافه کن. یعنی یه دونه سمافور رو ریلیز کن. اینجا پرمیتش یه دونه زیاد میشه. خب یعنی اینجا عملا ما میتونیم یه صفی بنویسیم که انتظارم داره. یعنی اگه چیزی توش نباشه، مصرف کننده منتظر میمونه به جایی که خطا بگیره. اینو مثلا با سمافور خیلی راحت میتونیم پیاده کنیم، یه کاربردشه. چون تو حالت عادی اگه شما به صف بگین به من اطلاعاتو بده، خالی باشه اکسپشن پرتاب میکنه. ولی اینجا شما میتونید یه سمافور اول آخرش بذارین، اونی که مینویسه سمافور رو ریلیز کنه، اونی که میخونه سمافور رو اکوایر کنه. یعنی اون مصرف کننده اکوایر کنه، تولید کننده ریلیز کنه. اینطوری صفتون خود به خود تبدیل به صفی میشه که انتظار داره. یعنی اگه درخواست بده خالی باشه منتظر میمونه به جایی که اکسپشن پرتاب کنه. سلام، صدا من میاد؟ بله بله. استاد ببخشید جلسه قبلی من یه 10 دقیقه ربع ساعت دیرتر اومده بودم. خود دلیلی که از سمافور استفاده میکنیم رو نفهمیدم. آهان ببین، ما سمافور کارش چی بود؟ کارش این بودش که یه تابع اکوایر داره، یه تابع ریلیز داره. خب و یه ظرفیت داره. ظرفیتش میاد میگه که، یعنی تو هر لحظه ظرفیتش میاد میگه که چند تا اجازه به چند تا چیز دیگه میخوام اجازه بدم که رد بشن. خب مثلا مثالی که زدیم اون جلسه چی بود؟ این بود که مثلا یه دفتری داریم، یک دونه گروه کارشناس داره. مثلا گروه کارشناسش 2 نفر داخلشن. خب و حالا اون قسمت هماهنگ کننده، اون کسی که پرونده ها رو دریافت میکنه، باید تو هر لحظه به 2 نفر نهایتا اجازه بده که وارد اون اتاق کارشناسا بشن، پروندهشون رو نشون بدن. خب اینجا ما میتونیم از یه چیز شبیه سمافور برای این پیاده کردن این استفاده بکنیم که یه ظرفیت در نظر بگیریم، مثلا بگیم ظرفیتش 2. هر زمان که خواست یه نفر پروندهشو به کارشناس بده، به اون حالا هماهنگ کننده پرونده رو میده، هماهنگ کننده
به هماهنگی میگه که من میخوام اکوایر کنم کارشناسا رو، میخوام یه کارشناس بهم بدی و اون نگاه میکنه ببینی که خب ظرفیت دارم یا نه. اگه ظرفیت داشته باشه میگه رد شو، اگر نه میگه منتظر شو تا یکی از کسایی که رفته داخل پیش کارشناسه ریلیز کنه اون اجازه‌ای که گرفته رو، یه ظرفیت باز بشه، بعدش تو بری داخل. یعنی فرقش با سینکرونایز این بود، سینکرونایز 0 و 1 داشت اجازه میداد کسی وارد بشه، این ولی میتونه چند تا ظرفیت براش ایجاد بشه. ولی یه دونه فرق دیگه هم داره سمافور. مثلا شما همین مثالی که چند لحظه پیش دوستتون پرسید، توی سمافور مثلا شما میتونید سمافور رو از 0 شروع کنید، بگین ظرفیت نیست اولش، هر کسی که بخواد اکوایر کنه باید منتظر وایسه، ولی زمانی که یه نفری یه چیزی تولید کرد مثلا ظرفیتش اضافه شه، بعد اون وقت یکی از اونایی که منتظر شدن میتونه رد بشه. خب این تفاوتی که سمافور داره با سینکرونایز. توی پیاده سازیش هم خب چند تا نکته مختلف گفتیم که اصلا بعدش هم یکم حرف زدیم که مثلا بدون سینکرونایز، یعنی مکانیزم سینکرونایز که سیستم عامل داره ارائهش میده، ما عملا نمیتونیم مکانیزم ویت نوتیفای رو پیاده بکنیم که بعدش باهاش سمافور رو پیاده بکنیم. خب سوالی دارین؟ یه چیزی در مورد شبکه پرسید. پیش نیاز این جلسه ترد نیست، ولی جلسه بعد که میخوایم برنامه بنویسیم ترد حتما لازم میشه. خب اگه سوالی ندارین بریم شروع کنیم که یکم در مورد شبکه صحبت کنیم. خب اولش اصلا کسی یه نفرتون داوطلبانه میاد در مورد تصورش از اینکه شبکه چطوری کار میکنه توضیح بده؟ یعنی الان ما هممون از شبکه‌های کامپیوتری خب استفاده میکنیم دیگه، خب انواع و اقسام شبکه‌ها. استاد ببخشید میشه یه دونه اول بگید شبکه چیه، بعد حالا مثلا یه ایده برای اینکه چی کار میکنه؟ کلا شبکه کامپیوتری اصلا توی اول زندگی خودمون رو نگاه بکنیم. خب ما وقتی میخوایم پیامی وقتی با خودمون داریم زندگی میکنیم که خب با خودمون حرف میزنیم، همه چی میره جا. بعد ولی وقتی که میخوایم با بقیه ارتباط برقرار کنیم اونجا فرق میکنه دیگه. عملا برای این ارتباطی ما داریم چی کار میکنیم؟ یعنی اولش بیایم با این در مورد همین حرف بزنیم ما چی کار میکنیم که با بقیه ارتباط برقرار میشه. کلا ذهنیتتون در مورد اینکه اصلا تو کامپیوتر، حالا اصلا تو تصورتون تو کامپیوتر چجوری در بخش‌های مختلف با هم دیگه صحبت میکنن، اینها رو هر چیزی تو ذهنتونه بیاین در موردش حرف بزنیم. اول من بحثش الان دارم درست میبینم. آیین کاکایی درسته؟ بله درسته. صدای من دارین؟ بله. چیزی که من در به شبکه میدونم اینه که بسته به اینکه ما تو چه مسافتی داریم ارتباط برقرار میکنیم، شکلی که داریم ارتباط برقرار میکنیم فرق میکنه. یعنی ما که لوکال داره ارتباط برقرار میکنم، کوتاه لوکال ایریا نتورکه، بعد یه لول میره بالاتر فکر کنم میشه من، بعد یه لول میره بالاتر میشه ون اگه اشتباه نکنم. این کلمه ها رو خیلی خوبه که چیز بکنیم، اینا رو همه رو دونه دونه یادمون باشه که من وسط راه که داشتیم میومدیم رو هر کدومشون توضیح بدم که چی هم. دقیقاً همین این چیزایی که شنیدین، تصورایی که داریم، مثلا الان بعد مسافت رو گفتیم، اینها رو بیایم همه رو بذاریم وسط، بعدش قشنگ میریم در همه‌شو منظم میکنیم و میبینیم که چی هم. الان مثلا در مورد لوکال نتورک ها صحبت کردیم، در مورد
شبکه‌های ون صحبت کردیم، در مورد شبکه لند صحبت کردیم. اینها رو یادتون باشه که کلمه‌های کلیدی هستن که اینجا خیلی همین جایی که می‌خوایم حرف بزنیم دونه دونه باشون برخورد می‌کنیم، همشون رو یادمون باشه که ببینین چی هست. خب با کدوم داریم ارتباط برقرار می‌کنیم، اون دستگاهی هم که بعد استفاده کنیم که به هم وصل بشیم متفاوته. حالا مثلا اگه لند باشه بعد کابل شبکه و روتر و چیزای این شکلی استفاده کنیم، در مراحل بالاتر مثلا وارد چیزایی مثل اکسس پوینت و مودم و دستگاه‌های اینطوری. آره، یعنی یه دونه بحث دیگه، یه قسمت دیگه‌ای که اینجا هستن کلمه کلیدی که جلو باز در موردشون حرف می‌زنیم اینه که ما یه سری وسیله داریم که این ارتباط رو برامون ممکن میکنه. دستگاه‌هایی داریم که این امکان رو برامون ممکن میکنن. پس برای هر شبکه یه سری دستگاه هم لازم داریم. یا مثلا الان اسم سیم شبکه اومد، این کابل لند مثلا اومد، یه چیزی لازم داریم که بتونه پیام ما روش منتقل بشه. حالا به این مثلا میتونیم بگیم مدیا یا چیز مختلفی که ما یک فضایی لازم داریم که پیاممون رو اون فضای منتقل بشه. ولی حالا ما خودمون با همدیگه میخوایم حرف بزنیم چی؟ یعنی اصلا مثلا خود من تو همین کلاس یا اصلا وقتی توی زندگی عادیمون زندگی میکنیم با هم ارتباط میگیریم، یه جوری داریم ارتباط برقرار میکنیم دیگه. یه شبکه‌ای از انسان‌ها هستیم، داریم که هر کدوم دارن جداگانه کارشون رو میکنن ولی با هم ارتباط برقرار میکنن. شما این ارتباط چه شکلی میبینین؟ یعنی اصلا چجوری ارتباط من مثلا با یکی از شما برقرار میشه؟ نه توی این وبا، توی همین زندگی عادی. یعنی کلا چه چیزایی برای برقرار شدن این ارتباط احتیاجه؟ بگو عرفان. مثلا ما برای ارتباط گرفتن با هم صحبت میکنیم که ممکنه مثلا با هم دیگه پیام بفرستیم، یعنی صحبت کردن یه ابزاریه که ازش استفاده میکنیم. اصلا صحبت کردن چجوریه؟ مثلا تو صحبت میکنی، الان یه نفر گفتش مثلا مبدا و مقصد داره، یه نفر شروع میکنه صحبت و یه پیامی داره، پیامشو یه جوری به اون نفر مقصد میفرسته، پس یه دونه مبدا و مقصد داریم قسمت اولش. حالا همین پیام، مثلا الان کلمه زبان اومد، زبان به نظرتون چیه؟ هر پیامی اگه بخواد فهمیده بشه یه بستری لازم داره دیگه. الان مثلا که امیرحسین گفتش که زبان بهش میگیم، این زبان چه ویژگی داره؟ مثلا زبان‌های مختلف هم داره دیگه. این زبان یه ویژگی غالباً داره که میتونه دو تا طرف بفهمنش. بگو حامد. کلا راحت باشین، میکروفون رو باز کنین هر وقت خواستین. یه پروتکل یه جوری. احسن. کلمه بعدی که اومد وسط همینجاست، پروتکل کلمه بعدیه. خب حالا پروتکل چیه؟ یعنی پروتکل چی تعریف می‌کنی؟ تفسیر میکنه داده ها رو و همه فهم میکنه، یعنی هم مبدأ بتونه متوجهش بشه و تفسیرش کنه، هم مقصد. احسن. شاید. آره، یعنی پروتکل یک الگوریتمه یا یه دونه قرارداد یا یه نحوه فهمیدنه که هر دو تا طرف متوجهش میشن. یعنی مثلا من وقتی که با یکی از شما میخوام صحبت کنم، قبلش اگه ندونیم با چه زبانیه، که خب من با یه زبان مثلا فرانسوی به شما میگم، خب این نفر فرانسوی بلد نیست، متوجه نمیشه. ولی اگه هر دو تا طرف اون زبان یا همون پروتکل یا قرارداد رو بفهمن، متوجهش بتونن بشن، یه نفر اون چیزی که تو ذهنش هست، اینم حواسمون باشه، من یه چیزی که تو ذهن خودم هستش یا پیش خودم هستش رو اول میخوام منتقل کنم، اون چیزی که تو ذهنم هستش رو تبدیل میکنم به اون زبانه که زبان مشترکه، مثلا زبان فرانسوی، بعد منتقلش میکنم. حالا اون طرف مقابل منم باید زبان فرانسوی متوجه بشه، بدونه که اون چیزی که من گفتم چیه، تبدیل بشه به یه چیزی تو ذهن خودش. یعنی در واقع از یه جایی تو ذهن من شروع میشه، خب چیزی که میخوایم منتقل بکنیم میاد یه لول کدگذاری میشه روی یک پروتکلی یا یک قراردادی که این قرارداد رو طرف مقابل میفهمه. یعنی من یه جورایی تبدیلش میکنم مفهومو تو به اون قرارداد، اون برعکس تبدیل رو انجام میده. یا یعنی من
چیزی که تو ذهنمه با اون پروتکل تبدیلش میکنم، میفرستم براش، اون برعکس پروتکل اعمال میکنه، متوجهش میشه، خب پس پیام منتقل میشه. این یه دونه چیزیه که ما تو هر شکل ارتباط بین دو تا موجودی باش برخورد میکنیم. حالا یه دونه چیز دیگه هم این وسط هست. غیر از اینکه پروتکل این وسط قابل فهم میکنه پیامو، من یه بستری هم احتیاج دارم که پیاممو منتقل بکنه. سویچ و روتر نمیشه احیانا؟ مثلا تو شبکه‌های کامپیوتری مثلا که سویچ و روتر، باز کلمه‌هاشو یادمون باشه که من بیام توضیح بدم که سویچ و روتر مثلا هر کدوم چی ان. ولی اصلا قبل از اینکه به کامپیوتر برسیم، خود ما هم می‌خوایم با هم صحبت کنیم. حالا می‌خوایم صحبت کنیم، یکیش اینه که من از صدا استفاده کنم. یعنی که حالا یک پروتکلی وجود داره، ما خود این پیامه رو روی بستری باید منتقلش کنیم. مثلا صدا موج مکانیکیه، من میتونم با یه سری ارتعاشای مکانیکی عملاً ایجاد بکنم، اون طرف مقابلم اون ارتعاشای مکانیکی رو دریافت میکنه و متوجه میشه، پیام منو میگیره. یعنی یک بستر یکسانی هم میخواد. ممکنه بستر فرق بکنه، مثلا با دود باشه، من دودو میسازم، اون طرف مقابلم معنی اون چیزای دوده رو میفهمه، این وسط بستره چیه؟ مثلا بستر هواه، یا مثلا بستر اون گرد و غباریه که داره منتقل میشه. پس یه بستر هم احتیاج داره. حالا مثلا ممکنه نور باشه، یا مثلا انواع، مثلا حیوانات مختلف ممکنه ابزار مختلف هم برای این داشته باشن. مثلا ممکنه که امواج الکترومغناطیسی باشه، یا حالا نور باشه، یا سنسورهای مختلفی باشن، یا بسترهای مختلف باشن که منتقل میکنن اینو. پس ما یه بستر هم احتیاج داریم که پیام روی اون بستر منتقل بشه. خب پس این شد یه چیزایی که برای یه دونه ارتباط بهش احتیاج داریم. حالا تو کامپیوتر ببینیم اصلا نکته چیه. اصلا تو کامپیوتر کی ما احتیاج پیدا میکنیم که ارتباط برقرار کنیم؟ ما تا الان تو برنامه‌ای که می‌نوشتیم که خب شبکه کامپیوتری نداشتیم. خب یه برنامه می‌نوشتیم کار می‌کرد دیگه. مثلا الان آره، مثلا یه جریان ورودی و خروجی داریم. البته جریان ورودی و خروجی بازم میتونه داخل برنامه خودمون باشه، لزوما داخل شبکه نباشه. ولی الان یه چیزی که میتونیم بیان بگیم اینه که ما شبکه رو همونجوری که خودمون خب کی شبکه انسانی درست میکنیم؟ وقتی یک انسانی میخواد به یه انسان دیگه‌ای پیامش رو منتقل کنه. یعنی ما وقتی با خودمون میخوایم صحبت کنیم که شاید شبکه کامپیوتری نداشته باشیم، با خودمون صحبت میکنیم دیگه. تو برنامه خودمون هم که بخوایم کاری بکنیم شبکه کامپیوتری احتمال نداریم، متغیر میگیریم، متغیر پاس میدیم. ولی وقتی دو تا برنامه میخوان با هم دیگه صحبت بکنن، یه شبکه‌ای احتیاج دارن این وسط دیگه. حالا مثلا اگر فرض کنین روی یک کامپیوتر هستین، شما یه برنامه نوشتین، یه برنامه دیگه‌ای هم یه جای دیگه نوشتین، میخوان این دو تا برنامه با هم ارتباط برقرار کنن. چه ایده‌ای داریم براش که این کار اتفاق بیفته؟ دو تا برنامه جاوا روی یک کامپیوتر. آتیلا امروز ساکته. میخوای ایده ای داری آتیلا؟ میاد؟ آره. خب قطعا باید یه واسطه‌ای باشه. حالا این واسطه میتونه چیزهای مختلفی باشه، مثلا جایی که جفتشون وصل باشن یه کاریو بکنن، یا همزمان جفتشون رو یه جا مثلا بتونیم ران کنیم، یا مثلا این کاری که باید انجام بدن و جفتشون رو یه جا انجام بدن توی دیتابیس. مثلا الان یه چیزی که گفتی دیتابیس مثلا گفتی، آره کلمه‌های خوبی گفتش آتیلا، خیلی کلمه‌های خوبی گفت یا مثلا الان عرفان هم پیشنهاد داد از حافظه سیستم استفاده کنیم، یا متین گفتش که اطلاعات رو توی فایل بریزیم. همشون راه حل‌های خوبی میتونن باشن. نکته مشترکشون کجاست؟ اینه که یه منبع مشترکی هستش، مثلا فایل یا حافظه سیستم یا
حتی همون جریان‌های ورودی خروجی هم که قبل‌تر عرفان گفتم میتونه یکی از راه‌های دیگه باشه که یکی از برنامه‌ها پیامش رو روی اون بستره میذاره، مثلا رو فایل چیزی مینویسه یا توی حافظه سیستم یه جایی یه چیزی مینویسه، اون نفر دیگه هم مثلا همش بیاد اون فایل رو چک میکنه، اگر چیزی داخل فایل بود برش میداره. یعنی تو این حالت اون بستر مشترک رو گذاشتیم گذاشتیم یه فایل. پروتکل بینشون چیه؟ اون فرمتی که احتمالاً تو اون فایل می‌نویسن دیگه. یعنی مثلا یه نفر عدد می‌نویسه، اون نفر دیگه باید بدونه که انتظار عدد داشته باشه این طرف. اگر این طرف نفر اول بیاد استرینگ بنویسه، اون ندونه پروتکل ارتباط چیه، بخواد اینتیجر بخونه، کار خراب میشه. پس پروتکل ارتباط میشه این که هر دوشون بدونن که قراره چه جور پیامی منتقل بشه یا فرمت اطلاعات داخل مثلا اون فایل چیه، یا مثلا اون با چه فرمتی اطلاعات داخل حافظه ریخته شده. حالا فرمت های مختلف برای فایل ها داریم. مثلا شما فایل های باینری رو دیدین؟ مثلا فایل شنیدین که مثلا فایل های نوشتاری داریم، فایل های باینری داریم. فایل های مختلف میتونن باشن دیگه. فایل باینری رو باز کردیم ببینین توش چه شکلیه. بذارید من یه چیزی بهتون نشون بدم. آره راحت قابل خوندن نیست. مثلا ببینین من میام یه فایل نوشتنی اینجا باز میکنم. اینجا الان میام این تکست ادیتور رو باز میکنم، بعد اینجا یه چیزی مینویسم. ببخشید تصویرتون رو نه. آها بله. خب اینم شیر کنم. خب الان من یه فایل نوشتنی اینجا باز کردم. خب اینا رو توش نوشتم. اسم فایلش هم میذارم data.txt. کجاست؟ توی روت سیستم. خب حالا من بیام یه دونه عقب اینجا. این یه فایل اینجا من درست کردم اسمش data.txt. خب من این فایل رو که باز بکنم میتونم اون چیزی که نوشتم داخلش رو ببینم. خب حالا یه سری فایل دیگه هم ممکنه باشه، مثلا این فایل زیپی که اینجاست. خب صدای منو دارین؟ اگه صدای منو دارین با میکروفون یه نفر به من میگه، چون مثل اینکه کامپیوتر من یکم گیر کرده. آره الان هست. آره کامپیوتر من یه مقدار گیر کرده بس فقط. خب اجازه بدین پس تا این حل بشه، چون الان احتمالاً تصویر منو درست نمیبینین. من اینو ببندم انشالله وصل بشه. شاید لازم بشه من یه ریستارتی انجام بدم. حالا اگر تا چند لحظه دیگه نشد، برای اینکه زمان از دست ندیم، من ریستارت میکنم. خب من ترجیحاً ریستارت میکنم که سریعتر بتونیم به کلاس برگردیم. تا چند لحظه دیگه من برمیگردم. من ببینم حل نشد. فکر کنم حل شده باشه. آره حل شد. خب من میام اینجا چیکار میکنم؟ نه هنوزم حل نشد. من سریعتر ریستارت میکنم که زمان از دست ندیم.
خب من برگشتم. صدای منو دارین؟ بسیار خب. کجا بودیم؟ اینجا بودیم که ما فرض کنیم اطلاعات رو یه دونه فایل نوشتیم. اون فایل چی بود؟ مثلا اون فایلی که الان اینجا داشتیم data.txt بود. این اطلاعاتی بود که داخل این فایل به صورت نوشتاری نوشته شده. حالا من میام یه سری فایل‌های دیگر رو نگاه میکنم. یه فایلی که نسبتاً کوچیک‌تر باشه رو میخوام باز بکنم که با یه قالب دیگه باشه. یعنی مثلا بیت، بایت و اینها داخلش باشه. مثلا چی؟ مثلا میام این فایل رو باز میکنم. ببینین این فایل چیزای عجیب غریب توش نوشته. ما اینطوری که نگاش میکنیم خیلی چیزی ازش متوجه نمیشیم. اولش که من با چه دستوری باز کردم، این دستور مثلا کت رو نوشتم. دستور کت یه فایل رو دریافت میکنه، فرض میکنه فایل نوشتاریه، بعد باز میکنه نشونش میده. برای همین اگه من فایلم واقعا نوشتاری باشه، خب محتوای داخلش رو درست میبینم. یعنی اگه با پروتکل نوشتاری نوشته شده باشه. ولی اگه فایل نوشتاری نباشه، خب من یه سری چیزای این مدلی عجیب غریب میبینم. حالا اینها چی هستن؟ هر کدومشون، یعنی هر یه دونه ای که اینجا میبینیم چی هن؟ کسی میدونه؟ ببین آره در واقع میتونیم بگیم بایتن، ولی خب به هر حال یه جوری داره نوشته میشه دیگه. بایت که 8 تا 0 و 1، یعنی یه عدد بایت میتونیم بگیم یه عدد بین 0 تا 255. یا مثلا میتونیم بگیم که تو مبنای 2 از 0 تا اینکه مثلا ما 8 تا 1 رو پشت سر هم بنویسیم. به اینها میان میگن که در واقع هر کدوم از اینا واقعا یه دونه بایتن. خب و هر کدوم واقعا هم یه دونه عدد بین 0 تا 255 هن. ولی یه دونه قاعده‌ای گذاشتن، یه پروتکل میتونیم فرض بکنیم که اومده هر کدوم از این عددا رو به یه دونه شکلی مپ کرده. بهش میگن اسکی. که داخلش میتونیم بیایم ببینیم هر کدوم از عددا رو اومده گفته که این عدد معادلش این کاراکتره. خب بعد اینجا داخل این فایل در واقع بایت ذخیره شده، ولی این دستور کت که میخواد نشونش بده میاد هر بایت دونه دونه بایت ها رو برمیداره، فرض میکنه اسکی ان. حالا دقیقاً این نیست، یکم چیزای دیگه هم داخلش هست، ولی شما اولش فرض میکنه اسکی ان. پس میاد چیکار میکنه؟ بایت اول اون فایل رو میخونه، نگاه میکنه معادل اسکیش چیه، اونجا مینویسه. بعدش بایت دوم میخونه، معادل اسکیش اونجا میذاره. حالا یه سری از این چیزا شبیه شکل و اینها، یه سری از کاراکترهای اصلی اسکی شکلن. خب پس در واقع یک دونه پروتکلی رو در نظر گرفته اون دستور کت، مثلا پروتکل اسکی. بعد میاد بایت ها رو دونه دونه میخونه، تبدیل به اون کاراکتر اسکیش میکنه، نشونش میده. حالا مثلا یه دونه ایده ای که میتونیم اینجا یه چیزی متوجه بشیم اینه که من وقتی میگم که data.txt رو باز بکن، اینجا نوشته hi I am حسین، در واقع چی شده؟ در واقع اینجا اینا رو ذخیره کرده، یه دونه h ذخیره کرده، عددش رو به صورت بایت. حالا مثلا h یه عددی داره این توی کاراکترهای اسکی. مثلا اینجا نگاش بکنیم h هست 72، h بزرگ هست 72. بعدش مثلا آی کوچیکه، آی کوچیک مثلا هست چند؟ هستش 105. معادل بایتاش اینا پشت سر هم نوشته شدن. بعد خب این دستور کت میاد اون پروتکل رو برعکس میکنه، بایتاشو برمی‌داره، شکل معادلش رو نمایش میده اینجا. برای همین وقتی که ما توی یه فایل با قالب نوشتاری داریم، داره در واقع معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما به یه سری بایت داریم ذخیره میکنیم،
ولی به ازای هر کاراکتری که تو ذهنمونه، مثلا کاراکتر H، ما میایم بایت متناظرش رو ذخیره میکنیم. حالا این فایلی که مثلا داریم، این AWS مثلا یه چیزی، این داره یه سری بایت ذخیره میکنه، یه فایل فشرده است به صورت بایت، داره یه سری اطلاعاتی رو ذخیره میکنه. ولی اون اطلاعات رو اگه ما بیایم بگیم که توی پروتکلیه، اگه برنامه‌ای که مثلا بازش میکنه برنامه زیپ باشه، اون پروتکل متوجه میشه که چی هستش داخلش. خب ولی اگر برنامه‌ای که میخواد بازش بکنه برنامه کت باشه، اون فکر میکنه فایلش به صورت رشته است، ولی اون فایل پروتکلش فرق میکنه. برای همون چیزای عجیب غریبی نشون میده بهمون اینجا. ولی همین فایل AWS فلانو به یه دونه نفری بدیم که پروتکلش رو متوجه میشه، خب فایل رو باز میکنه بهمون نشون میده محتواشو. مثلا همینجا حالا من به جاش به این نفر میگم، من یه دونه دیرکتوری درست میکنم mkdir mydir، یه دونه کپی میگیرم از همین AWS فلان به این mydir، بعدش واردش میشم. حالا این فایلش زیپ بود دیگه، من بهش میگم آن زیپش. خب الان میتونه بیاد چیکار کنه؟ اصلا فایل خودش هم مشکل داشته، مثل اینکه با فرمت زیپ هم نمیخونده. حالا فایل به یه دلیلی خراب شده بوده احتمالاً، برای همین خود به خود نتونستش اونم باز بکنه. ولی خب اگر فایل زیپ سالمی باشه، این یکی دستوره مثلا آن زیپ متوجه پروتکلش میشه، بازش میکنه. به این شکل. خب پس این شد چی؟ این که ما مثلا توی یک سیستم که هستیم، چند تا برنامه برای برنامه‌های مختلفی میخوان با هم ارتباط برقرار کنن. حالا مثلا میتونن از یه فایل استفاده کنن، میتونن از حافظه استفاده بکنن. بازم میبینیم که باید این مفهوم پروتکل وسط باشه، یه مفهوم بستر یا مدیاش هم باید باشه. مثلا مدیاش میخواد فایل باشه، پروتکلش میشه این که مثلا با چه فرمتی اون فایل رو داریم می‌نویسیم. خب این که تا اینجاش توی یه دونه کامپیوتریم. حالا یه قدم دیگه ممکنه که بخوایم بیشتر بریم جلو، اینی که مثلا ما برنامه رو می‌خوایم جاهای مختلفی اجرا بکنیم. مثلا الان ما داخل این فضای این کلاس که هستیم، من یه برنامه دارم روی بروزرم اجرا دارم میکنم که خب همینیه که من دارم باهاتون صحبت میکنم. شما هم هر کدوم توی یه برنامه‌ای دارین که داره اجرا میشه و این برنامه‌های ما باید با هم داره یه جوری صحبت میکنه و باعث میشه که ما جاهای مختلفی هستیم، برنامه‌های ما دارن با هم ارتباط برقرار میکنن و خب کار میکنن. یعنی اینجا عملاً ما میخوایم کامپیوترها رو به هم دیگه وصل بکنیم، یا مثلا چند تا سیستم رو این دفعه به هم وصل کنیم، فقط چند تا برنامه دیگه نیستن، چند تا برنامه هن که روی سیستم‌های مختلفی هم هستن. حالا اینجا چی کار میتونیم بکنیم؟ حالا اینجا چه ایده‌ای دارین؟ احتمالاً مثلا روش سادهش با کابل شبکه شاید وصل کرده باشین سیستم‌ها رو با هم دیگه که بخواین شبکه شده باشه، یا مثلا با کابل شبکه رو به یه دستگاهی وصل کرده باشین، سیستم‌ها دیگه هم دیگه رو میتونن ببینن. تو این حالت این پروتکل و بستر و اینها رو فقط چی می‌بینین؟ یه دور با هم در موردش حرف بزنیم. سرور یعنی چی اصلا؟ یعنی کل کلمه سرور معنیش چیه؟ میشه مثلا بگیم سرور یه جاییه که اطلاعات رو برای ما ذخیره میکنه؟ آره، در کل میتونیم بگیم که سرور یک چیزیه یا یک جاییه یا یه برنامه‌ایه که یک سرویسی رو ارائه میده، یه خدماتی رو ارائه میده. به هر برنامه یا مثلا ماشین یا هر چیزی که یه خدماتی ارائه میده بهش میگیم سرور. حالا یه عده‌ای هم ممکنه از اون خدمات استفاده میکنن، معمولا بهشون میگن کلاینت. حتی توی بازار، توی انگار بیزینس هم اولا شبیه همین رو میتونیم بگیم. مثلا اون جاهایی که محصولی رو ارائه میدن، مثلا میتونیم بهش بگیم اونها سرورن، اونایی که مشتریان
میگیم کلاینت، حالا اونجا حالا میشه بیزینس و کاستومر بجاش. ولی مثلا اون کسی که داره سرویس رو ارائه میده بهش میگیم سرور، کسی که دارن سرویس استفاده میکنن معمولا بهش میگیم کلاینت. حالا اصلا ارتباط بین دوتا کامپیوتر چطوری برقرار میشه؟ یه نمونه ارتباطشو کسی میگه؟ یه نمونه‌ای که مثلا تا حدی میشناسینش یا حدس میزنین چجوری کار میکنه. بذاریم به خصوص که من ریستارت مجبور شدم بکنم یکم عقب‌ترین، من میام بیشتر خودم میرم جلو، بعدش دوباره برمیگردم بهتون که با هم دیگه حرف بزنیم در موردش. الان متین گفتش مثلا وای فای یه دونه بستره که درست هم هست. کلا کامپیوترهای ما وقتی میخوام با هم دیگه صحبت بکنن چه اتفاقی میفته؟ من که یه دونه خب کامپیوتر دارم، حالا میخواد اطلاعات از کامپیوتر من خارج بشه به یه جای دیگه ای منتقل بشه. اولا یه دستگاهی احتیاج داریم، اولا یه بستری احتیاج داریم که اطلاعات روش منتقل بشه. حالا مثلا رو بستر وای فای چیه؟ مثلا هواه یا مثلا امواج الکترومغناطیسه که دیده نمیشن، ولی خب یه سری چیزایی داره روی حالا هوا حالا یا فضا نوشته میشه، یه جورایی یه تغییری تو فضا اتفاق میفته که یک جای دیگه میتونه اون تغییره رو حس بکنه که بدونه که خب حالا این نفر یه تغییری رو میده، اون نفر اون تغییره رو متوجه میشه که چیه. یا مثلا اگر روی کابل شبکه وصل کرده باشین، یه کابل دیگه، یه سیم، روی اون سیمه باز دوباره یه سری امواج الکترومغناطیسی رد میشن. یا مثلا ممکنه که چیزای مختلفی باشه، مثلا ممکنه صدا باشه، با صدا هم ممکنه که حتی بوده یه زمانی اینها هم بودن که مثلا شبکه‌ها با صدا کار میکردن که یه سری امواجی ممکنه که مکانیکی انگار ایجاد میشدن، اون طرف مقابل هم ارتعاشای مکانیکی رو دریافت میکرده. خلاصه یه سری یه بستر فیزیکی داریم که هر دوتا سیستم به اون بستر فیزیکی دسترسی دارن، یکیش رو اون بستر فیزیکی چیزی رو قرار میده یا یک تغییر رو اون بستر میده، اون نفر دیگه اون تغییر رو احساس میکنه. حالا فرض کنیم از یه دونه کابل شروع میکنیم، یه نفر رو کابل یه دونه سیگنالی رو مینویسه، اون نفر اون سیگنال رو دریافت میکنه. حالا این سیگنال میتونه یه سری فرکانس باشه که حالا واقعا مثلا وقتی که روی کابل مثلا منتقل میکنین یه سری فرکانس منتقل میشه، فرکانس الکتریکی منتقل میشه و اون طرف دیگه بررسی میکنه ببینه که اون چه فرکانسایی رو داره دریافت میکنه. مثلا فرکانس با طول موج 1 رو داره دریافت میکنه، فرکانس با طول موج 5 هم داره دریافت میکنه. از روی متوجه، ولی مثلا فرکانس با طول موج 3 رو دریافت نمیکنه. از روی این میتونه متوجه بشه که کدوم بیتا صفرن کدوم بیتا یکن. یک کاری شبیه این در واقع انجام میده. حالا تو درس شبکه اگه بردارین یا انتقال داده جزئیاتش رو بیشتر بهتون میگم. مثلا اون نفر اولیه تو هر لحظه داره یه سری سیگنال یا میفرسته، یه سری فرکانس‌ها یا میفرسته. اگه میخواد مثلا بیت شماره 3 فعال بشه، فرکانس شماره 3 رو موج با فرکانس شماره 3 رو میفرسته. اگه میخواد به شماره 4 مثلا 0 باشه، مقدارش بیت شماره 4 0 باشه، فرکانس با شماره 4 رو نمیفرسته. اون طرف مقابل هم همش داره اینا رو چک میکنه، میاد نگاه میکنه که فرکانس شماره 1 داره دریافت میکنه یا نه، فرکانس با طول فرکانس با فرکانس 1 هرتز مثلا دریافت میکنه یا نه، 2 هرتز دریافت میکنه یا نه، 3 هرتز دریافت میکنه یا نه. اینها رو میاد بررسی میکنه، از روش متوجه میشه که یه سری بیت 0 هستش یا 1 هستش. حالا روش‌های مختلفی داریم دیگه، ولی خب یه بستر فیزیکی برای این هست. حالا قدم بعدیش اینه که اون داره فرکانس میفرسته دیگه، ولی ما که 0 و 1 داریم میفرستیم. این که 0 و 1 به فرکانس تبدیل بشه رو یه دستگاهی داره انجام میده. حالا این دستگاهه مثلا میتونیم بهش بگیم مودم. مودم کارش اینه که از یک انگار زبانی به یه زبان دیگه ای تبدیل بکنه یا از یک دونه بستری به یه دونه بستر دیگه ای منتقل بکنه اطلاعاتو.
مثلا از بستر 0 و 1 هایی که تو حافظه نوشته شدن تبدیلش بکنه به فرکانس که بعدش روی سیم قرارشون بده. آهان یه نکته خیلی خوبی الان آتیلا گفتش، اینی که مثلا یه نفر روی این بستره مینویسه اطلاعاتو، بعد حالا کلمه شاید تشدید نباشه، یک نویزی روی اون بستر اتفاق میفته. مثلا چی میشه؟ مثلا روی امواج الکترومغناطیسی یه نفر نوشته رو سیم، یه نفر یه آهنربا میذاره وسط راه، امواج به هم میریزن. اون کسی که میخواد دریافتش بکنه همون چیزی رو دریافت نمیکنه که اون نفر نوشته. اختلالایی توش ایجاد میشه. ممکنه که این اختلالا باعث بشن که پیام درست منتقل نشه. شاید کلمه‌ای مثلا پکت لاس رو شنیده باشین، یا مثلا اینکه سیگنال ضعیفه، یا مثلا یه سری اطلاعات وسط دارن گم میشن. اینها واقعا یه همچین اتفاقایی هستن که باعث میشه که پیام اونطوری که فرستاده میشه دریافت نشه. معمولا پروتکل‌های ارتباطی رو طوری تعریف میکنن که تا حدی مقاوم باشیم نسبت به این قضیه. یا مثلا وقتی که طول سیم خیلی زیاد میشه ممکنه که شما ارتباطاتتون ضعیف‌تر بشه، چون که اون سیگنال داره ضعیف میشه توی طول زمان. و ممکنه اون نفر دیگه سیگنال ضعیف شده دریافت کنه نتونه متوجه بشه که اون سیگنال چیه. بعضی وقتا تقویت کننده میذارن، یعنی مثلا سیمه وقتی شده مثلا 1 کیلومتر میان وسط نیم کیلومتر یه تقویت کننده میذارن که متوجه بشه، دوباره بیاد یه انرژی بهش اضافه کنه، سیگنال رو قوی کنه که طرف مقابل دوباره تا فاصله زمانی بیشتری متوجهش بشه، فاصله مکانی بیشتری متوجهش بشه. ولی یه نکته‌ای هست، مثلا همین کیفیت سیگنالمون باید بتونه حفظ بشه که طرف مقابل متوجه بشه، وگرنه واقعا ممکنه متوجه نشه. خب پس الان ما یه سری دستگاه هم لازم داریم که چیزی که تو ذهنمون هست، مثلا بایت رو که 0 و 1 تو حافظه هستش، تبدیل بکنه بذاره روی اون بستر فیزیکی، مثلا تبدیلش بکنه به فرکانس. یا وقتی که میخواد روی وای فای بذاره تبدیلش بکنه به موجای الکترومغناطیسی رو هوا ارسالشون کنه. یا اگه میخواد مکانیکی باشه مثل مورس مثلا این چیز نیمه مکانیکیه دیگه. اون نفره 0 و 1 دریافت میکنه، یه سری انگار کلیدی رو با یک قاعده خاصی فشار میده. حالا اگر فشاره بین دو تا فشار دادن فاصله کوتاه باشه یعنی اینکه دات بوده، اگه فاصله کم باشه یعنی مثلا دشت بوده. به یه شکلی این قاعده ها رو میذارن، اون نفر مقابل اون طرف یه نگاه میکنه، میبینه که وقتی داره دریافت میکنه با چه سرعتی اون کلید مورسش زمین میخوره یا مثلا به هم برخورد میکنه، از روش متوجه میشه که مثلا دات داره ارسال میشه یا دشت داره ارسال میشه. خب پس این هم مثلا میشه که پروتکلی که توی شبکه داریم براش. حالا من یه چند تا تصویر براتون نشون میدم، یه روشون میخوایم حالا بیایم صحبت کنیم دونه دونه. خب بریم سراغ اول لایه‌های شبکه. ببینین کلا وقتی ما میخوایم دوتا موجود با هم دیگه صحبت بکنن چه اتفاقی میفته؟ ما الان در مورد لایه فیزیکی صحبت کردیم، مثلا یه لایه دیگه هم داریم، مثلا لایه‌های مختلفی میتونیم داشته باشیم. از زبانی که یک چیزی توی ذهن ما هستش تا اینکه هی به مرحله میرسه که اول توی ذهن ما هستش، بعدش تبدیل مثلا به یک زبان میشه، بعدش مثلا میاد تبدیل به 0 و 1 میشه، بعدش روی یه سیم نوشته میشه. حالا طرف مقابل برای اینکه متوجه بشه چی کار میکنه؟ از روی سیم برش میداره، یه لایه دوباره میاد بالاتر، میرسه به این حالت 0 و 1. از روی 0 و 1 تبدیلش میکنه به زبان، میاد یه لایه بالاتر، بعدش میاد یه لایه بالاتر تبدیل از روی زبان تبدیل میشه به یک چیزی که توی ذهن ما هستش تا متوجه میشه. یعنی یه نفر شروع میکنه دونه دونه لایه به لایه کدگذاری میکنه تا به مرحله فیزیکی میرسه. وقتی روی مرحله فیزیکی رو بستر فیزیکی رسید ارسال میشه، اون نفری که دریافتش میکنه دوباره همون لایه ها رو معکوسش رو انجام میده دونه دونه تا متوجه بشه که مفهوم پیام چی بود. یعنی عملاً
توی شبکه ما میتونیم بیایم بگیم که ما لایه‌های مختلفی داریم، از لایه‌های سطح بالا که ذهنمون هسته شروع میشن یا کاربردی که داره یا هر چیزی شروع میشه، کدگذاری میشن تا به مرحله فیزیکی میرسه. بعدش همون نفری که دریافتش میکنه برعکس اون کار رو انجام میده تا دوباره تو ذهنش نقش پیدا میکنه که معنی اون عبارت چی بود. پس توی شبکه ما میتونیم بیایم بگیم که وقتی دو تا موجود با هم ارتباط برقرار میکنن یه ساختار لایه لایه وجود داره برای این، از زمانی که یک مفهوم تو ذهن ارسال کننده است تا زمانی که به ذهن دریافت کننده منتقل میشه. حالا بریم ببینیم که توی کامپیوتر یک از شبکه‌هایی که خیلی یا بیشتر استفاده میشه رو معرفی بکنیم که مثلا اینجا شبکه TCP/IP. شاید اسمش رو شنیده باشین، کلمه IP رو شاید شنیده باشین به خصوص. بریم ببینیم که این شبکه چی هستش و چجوری کار میکنه. ما شبکه‌های کامپیوتر خیلی مختلفی هم داریم. حدس میتونیم بزنیم دیگه. ما پروتکل‌های مختلفی میتونیم داشته باشیم. هر پروتکلی به یه شکلی کامپیوترها رو به هم وصل میکنه. این کامپیوترها متوجهش میشن. ولی اینجا الان ما می‌خوایم در مورد شبکه TCP/IP صحبت کنیم و ببینیم چجوری کار میکنه. خب اول بیایم ببینیم که یک مفهومی توی این لایه فیزیکی رو اول بیایم حرف بزنیم. توی لایه فیزیکی که گفتیم که خب بسته به دستگاه یا اون بستر ارتباطی که داریم ممکنه این لایه فیزیکی چیز مختلفی باشه. ممکنه که از روی هوا داره منتقل میشه، یا مثلا امواج الکترومغناطیسی ممکنه باشن، از روی سیم ممکنه باشه، امواج الکتریکی باشن، یا از روی نمیدونم کد مورس باشه یا چیزهای مختلف. اون چیزی که لایه فیزیکی هستش که ارسال کننده روش مینویسه، یعنی 0 و 1 هایی که ارسال کننده میخواد بفرسته رو میذاره روی، میده به مودمش، اون رو لایه فیزیکی میمیسه، اون طرف مقابلم دریافتش میکنه، میفهمه 0 و 1 هاش چی بودش. این پس میشه لایه فیزیکی. یه لایه قبل از اون توی این پروتکلی که اینجا داریم، پروتکل TCP/IP مثلا، یا مثلا حالا این کابل شبکه‌هایی که داریم، این شبکه‌های کامپیوتری که داریم که حالا بهش اترنت میگن، این هم شاید شنیده باشین، اترنت میگن، یکی از چیزاشه. این 0 و 1 ها تا اینجاش به رسیدیم که با کمک مودمامون این طرف میتونه یه 0 و 1 بفرسته، اون طرف میتونه 0 و 1 دریافت بکنه. خب حالا اولین سوالی که پیش میاد اینه که اصلا چجوری طرف مقابل پیدا کنه؟ یعنی اصلا هر کسی چجوری طرف مقابلش رو پیدا کنه؟ مثلا بگه که این پیام مال توه. ما باید یه پروتکلی داشته باشیم که این 0 و 1 هامون مثلا بیان بگیم توی 0 و 1 هم مثلا 10 تا بایت اولش مربوط به آدرس گیرنده است یا اسم گیرنده است. بعد 10 تای دومش مثلا اسم فرستنده است. یه همچین قاعده‌ای باید حالا برای پیام‌های 0 و 1 مون بذاریم. اینا قاعده‌ایه که تو خود لایه دیتا لینک در مورد روشون بحث میشه. اینکه آدرس فرستنده و گیرنده مثلا بهش اضافه بشه، یعنی مثلا پیامه میشه آدرس فرستنده، آدرس گیرنده، مثلا اسم پروتکل، پیامی که میخواد منتقل بشه. مثلا میاد میگه قاعده میذاره، میگه که این شکلیه این پروتکل ارتباطی من. خب حالا تو اینجا اسم گیرنده و فرستنده توی حالا مثلا پروتکل TCP/IP یا مثلا وقتی با اترنت کار میکنیم با یک موجودی مشخص میشه که بهش میگن مک آدرس. ببینین من مثلا یه دستوری می‌نویسم و اگه توی اوبونتو مثلا باشین یا لینوکس باشین میتونید بنویسین if config-a لیست تمام دستگاه‌های شبکه‌ای که توی سیستمتون هستش مشخص میاره. حالا ممکنه ایستشون مجازی باشن، ممکنه ایستشون حقیقی باشن. مثلا ممکنه که من دستگاه وای فای من یک دونه دستگاه لن من یک دونه دستگاه اون که با سیم وصل میشه. یه سری چیزای مجازی ممکنه باشن، شبکه‌های مجازی توش تعریف شده باشن. ولی یه نکته‌ای که هستش اینه که اینا همشون یه دونه کد فیزیکی دارن. بهش میگن فیزیکال ادرس یا مثلا مک ادرس هم بهش میگن. خب یه چیز شبیه اینه. یه چیز شبیه اینه. این یه دونه کد فیزیکیه که هر دستگاهی که میخواد تو شبکه مثلا اترنت باشه یا مثلا بخواد با TCP/IP کار بکنه باید اینو داشته باشه.
با یه کد فیزیکی داشته باشه. یه عدده قاعدتا قرار یکتا باشه، ولی خب بعضی اوقات هم یکتا نیست. یعنی میتونه یه نفر اصلا دستکاریش بکنه. حتی من بیام اینجا توی این قسمت هم سعی کنم ببینم میتونم بهتون نشونش بدم که این قسمت نتورک رو من بیارم. بذاریم با همین دستورا برم بهتره، چون ممکنه دیگه خیلی با سیستم‌های مختلف با هم فرق کنه. خلاصه پس یه مفهومی داریم به اسم مک ادرس، یه همچین چیزی. هر دستگاهی جداگانه دارش. کسی که میخواد برای یه نفر دیگه ارسال بکنه پیامی رو چیکار میکنه؟ مثلا میاد میگه که چند تا بایت اول رو میذاره مک آدرس گیرنده، چند تا بایت دوم میذاره مک آدرس فرستنده، یا یه پروتکلی هم مثلا یه چند تا بایت هم بعدش مینویسه مثلا مربوط به پروتکل و فلان اینها که روش یه نفر که دریافت میکنه بفهمه پروتکل چیه. یه همچین چیزایی. آی پی ورژن 6.4 هم میگم من که چیان. دیگه این که حالا پس این شد مک آدرس. یعنی مثلا شما اگه یه دونه دستگاهتون دیگه وای فای داره، یه دونه لن هم داره، شما دو تا مک آدرس مختلف دارین. مثلا الان اینجا این مک آدرس یکی از دیوایس های منه، یعنی ترمینال های منه، یکی از دستگاه های منه، یکی دیگه شون مثلا اینه. خب حالا بخوام نگاه کنم از روی اسمش حدوداً میشه شاید بشه حدوداً فهمید. از روی اسمش خب خیلی هم نفهمیدم. حالا خلاصه یکیشون مال کار مثلا کابل کار مال وای فای منه، یعنی مثلا مال ترمینال وای فای منه، یکیشون مال شبکه لن منه. خب حالا شما هم اگه خواستین این دستورا رو بزنین میتونین ببینین که لیست مختلفی براتون میاره. خب پس این شد مک آدرس. حالا بریم ببینیم که چجوری یه نفر متوجه میشه این پیام مال خودشه. یعنی شما وقتی یه پیام میخواین بفرستین تو شبکه چی میگین؟ این پیام رو برمی‌دارین میذارین رو سیم دیگه. خب الان من چجوری تونستم به شما وصل بشم؟ مثلا احتمالاً خب یه چیز راحت ترش بخوام بیام بگیم اینه که شما همتون به وای فای خونتون مثلا وصل میشین، یا مثلا ممکنه که دیده باشین یه سری دستگاهی هستن کابل شبکه رو میذارین به کامپیوتر خودتون، اون طرف دیگه کابل رو میذارین به اون دستگاهه، هر کسی که به اون دستگاه وصل شده کامپیوتراش همدیگه رو میبینن. خب اون میاد چیکار میکنه؟ مثلا یه بستر فیزیکیه، همه خودشون رو به اون بستر فیزیکی وصل میکنن. وقتی یه پیام رو اون بستر فیزیکی گذاشته میشه همه به اون پیام دسترسی دارن. مثلا شما وقتی تو خیابون صدا میزنین علی، همه میشنون علی، ولی اونی که اسمش علیه به شما میگه جواب میگه که بله، ولی همه میشنونش. وقتی که همه به یه بستر فیزیکی یکسانی وصل باشن واقعا همین اتفاق میفته. یعنی شما پیامو میزنین روی بستر فیزیکی یکسانی، همه پیامو میبینن، نگاه میکنن، ولی مک آدرس گیرنده چیه؟ اگه مال خودشون بود برش میدارن، اگه نه اهمیت نمیدن. حالا یه دونه سوالی پیش میاد، امنیت این وسط. شما اگر داخل یه دونه شبکه باشین که بستر فیزیکیش با هم یکسانه مشترکه، واقعا میتونه یه نفر پیامایی که شما برای یه نفر دیگه ارسال میکنین رو ببینه. خیلی شرطهای مختلفی داره ها که حالا جلوتر در موردشون حرف میزنیم، ولی واقعا اگه بستر فیزیکیتون مشترک باشه اونو میتونه ببینه. پس این یه نکته. قسمت دوم چی؟ حالا اون خیلی مفصل تره، این که تو چه سطحی هستش که مثلا چی کارا میشه کرد که نبینه، چی کارا میشه کرد دقیقا متوجه نشه، یه ذره اگه وقت داشته باشیم در موردش حرف میزنیم. هنوز خدا رو شکر وقت داریم فکر کنم. ولی حالا
شما شاید یه سری دستگاه خاص رو شنیده باشین. مثلا دستگاهی که یه دستگاهی اینجا بیارم که یه سری دوستاتون هم اسمشو گفتن. مثلا دستگاهی که شاید شنیده باشین هاب اسمش باشه. هاب رو شاید شنیده باشین. هاب چیه؟ هاب یک دستگاهیه که سیستم‌های مختلف میتونن بهش وصل بشن. بعد چیکار میکنه؟ هر پیامی که یکی از سیستما به اون هاب بفرسته به همه سیستما میفرستش، مثل اینکه همشون به یه سیم مشترک وصله. یعنی هر پیامی که دریافت کنه هابه به هر کسی که بهش وصل باشه منتقلش میکنه. نگاه نمیکنه مک آدرس کیه چیه، هیچی. مثل این سیمه، عین سیمه. هر پیامی که رو سیم بذاری همه به همون سیمه وصلن، میبینن پیام. خب سکیوریتی پایینتری داره، احتمال خراب شدن پیام توش زیاده و هوشمندی نسبت به گیرنده نداره. این یه دستگاه مثل اینکه با سیم همه رو انگار به هم وصل کرده باشه. حالا فقط سیم هم نیست، یه سری تقویت کننده و اینا مثلا احتمالاً داخلش هست، ولی واقعا پیامو بین همه یکسان منتقل میکنه. یعنی خود اون نفری که دریافت میکنه هستش که حالا وجدان داره، پیام خودشو برمی‌داره و اینا بخواد پیام شما رو برمی‌داره. پس اگر از شما از هاب استفاده میکنین اینو بدونین پیامتون دقیقاً منتقل داره میشه. بعدی چیه؟ سوئیچه. سوئیچ یه مقدار هوشمندتره. مثلا وقتی یه دونه پیامو میفرسته، عده مختلفی وصل میشن، دستگاه مختلفی به سوئیچ وصل میشن، نگاه میکنه ببینه مک آدرسشون چیه. یه نکته بعد دوباره بیام بگم اینجا. ببینین هاب داره تو کدوم لایه عمل میکنه. اینو برگردیم اینجا بهش. ما یه عکس اینجا داشتیم. هاب عملا تو این لایه فیزیکال داره رفتار میکنه. یعنی دقیقاً خود مدیا رو وصل داره میکنه به هم دیگه. همه انگار توی یک لایه فیزیکی هستن. ولی مثلا سوئیچ چیکار میکنه؟ سوئیچ توی لایه بالاتری، یه درک بالاتری داره. تو لایه میتونه 0 و 1 رو بفهمه. یعنی یه لایه ترجمه کرده اطلاعات رو، دیگه فقط فیزیکی نیست. ترجمه کرده 0 و 1 میفهمه. از روی 0 و 1 میتونه مک آدرس رو متوجه بشه چیه. حالا سوئیچ های مختلفی هم داریم. یه سری سوئیچ ها مک آدرس متوجه میشن، یه سریشون مثلا ممکنه زیر شبکه هم متوجه بشن، آی پی هم متوجه بشن که حالا جلوتر من میام میگمش. پس مثلا سوئیچ خاصیتش چیه؟ اینی که اگر یک نفر یه پیامی فرستاد، یه سیستمی یک پیامی رو فرستاد، نگاه میکنه مک آدرس گیرنده چیه، نگاه میکنه توی ترمینالای خروجیش کدوم سیستم هستش که با اون مک آدرس ثبت شده، برای اون مک آدرس مثلا ارسال میکنه. یکی از مدل‌های سوئیچ اینه. خب باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ اولا همه پیام‌ها روی بستر نوشته نمیشن، پس پیام‌ها رو هم نمیافتن که خراب بشن. احتمال خراب شدنش کمتر میشه. امنیت بهتری داره برای همون کسی که میفرستیم، یعنی همون کسی که انتظار داریم دریافتش میکنه و خب کم کم هم میفهمه که مقصدش چیه. پس سوئیچ یه ابزار دیگه یه ذره هوشمندتره برای ارسال پیاممون، مک آدرس طرف مقابلمون رو میفهمه. ولی خب حالا اگر ما سیستم که میخوایم باش کار بکنیم با مک آدرس کار بکنه، ما نهایتا میتونیم به اندازه تعداد مک آدرس‌های مختلف دیوایس داشته باشیم و خب اینا با هم دیگه صحبت میکنه. ولی خب ما عده خیلی زیاد، مثلا سوئیچ ها مثلا معمولا اندازه‌شون چند تاییه، مثلا 32 تاییه یا مثلا 64 تایی دیگه، خیلی زیاد باشه. شاید بیشتر هم باشن ولی دیگه از یه حدی که بیشتر نمیشه. ولی ما الان تو دنیا چند 10 میلیارد دستگاه داریم که دارن با هم دیگه تو شبکه ارتباط برقرار میکنن. برای همین ما مفهوم دیگه‌ای هم الان اینجا می‌خوایم معرفی بکنیم. مثلا مفهوم آی پیه. بریم ببینیم حالا آی پی چیه. تا اینجاش در مورد مک آدرس که گیرنده و فرستنده رو مشخص میکنه صحبت کردیم. حالا بریم ببینیم آی پی چی. یه پروتکل باز دوباره با سطح بالاتری هستش آی پی. توی اینجا توی لایه شبکه مثلا میخوایم در موردش حرف بزنیم که چیه. بریم مثلا ببینیم که این مثلا چجوری کار میکنه. حالا کلمه‌ای که میگم لزوما دقیق نیستن و مفهومش تو ذهنتون باشه که حالا مثلا تو لایه شبکه داره بحث میکنه. این دقیقش اینها رو توی درس شبکه یه ترم میگذارم. حالا ببینیم آی پی چیه.
برای اینکه بشه ظرفیت کامپیوترهایی که میتونن با هم دیگه صحبت بکنن اضافه بشه و اینکه ما بتونیم شبکه‌های مختلف و زیر شبکه‌های مختلف تعریف بکنیم، یه مفهومی توی معرفی شده اسمش IP. حالا بریم ببینیم چی. ببینیم احتمالا IP ورژن 4 با IP ورژن 6 اسمش رو شنیده باشیم. اینا دو تا روش مختلف نامگذاری IP. دستگاه‌هایی که از پروتکل TCP/IP مثلا میخوان استفاده بکنن روی بستر اترنت، این رو بستری که با مک آدرس داره کار میکنه، غیر از مک آدرس میتونن یه دونه شناسه دیگه هم داشته باشن. شناسش اسمش IP. IP ورژن 4 تا بایته. در مورد ورژن 6 فعلا صحبت نمی‌کنیم. ولی اینجا پایینش می‌بینیم مثلا یه نمونه IP ورژن. ولی ما فعلا در مورد ورژن 4 صحبت بکنیم. ورژن 6 اگه دوست داشتین بخونین، چیز عجیبی نیست، مثل همون 4 یکم اکستندش کرد. توی IP ورژن 6 توی IP ورژن 4 هر دستگاهی که میخواد با این پروتکل کار بکنه 4 تا بایت عدد به عنوان شناسه پیش خودش نگه میداره، شناسه IP خودش. هر عددش یعنی هر کدوم از اینا یه بایتن، این 4 تا بایتن، پس هر کدومش یه عدد بین 0 تا 255. حالا هر کدوم از دیوایس های شما میتونه یه عددی بین 0 تا 255 رو دریافت کنه. مثلا این دیوایس 192 168 104. یه کلمه هم اینجا هستش نت ماسک. اینو یادتون باشه، الان تو عکس میخوایم بریم سراغش ببینیم که چیه. خب پس این شد IP این دستگاه من. یکی از دستگاه‌های منه، مثلا وای فای منه احتمالاً. یه سری دیگه هم عددهای مختلفی دارم، می‌بینید 172 21 01 172 20 01 مختلفن. و شما میتونید این عدد اینو دستکاری هم بکنید. یعنی من مثلا میتونم بیام اینجا الان سراغ وای فای ام، عددشو عوض کنم، IP دیگه ای بهش بدم. ولی ممکنه ارتباطم هم با شما قطع شه وقتی این IP رو میدم. حالا بریم ببینیم که این IP شامل چیه. خب این IP که گفتیم 4 تا عدده. IP شامل 2 قسمته. یه قسمت هستش که بهش میگن شماره شبکه یا ID شبکه، یه قسمت میگن که ID کلاینت یا ID ماشین. حالا معنیش چیه؟ معنیش اینه که میاد میگه که اون کد فیزیکال ادرس که در نظر داشته باشین، میاد میگه که این IP هم علاوه بر این هر کدوم از دیوایس ها دارن و این IP هم 2 قسمت میشه. یه دونه از که شماره شبکه‌اش چیه، یه دونهش اینه که شماره اون نفر توی اون شبکه چیه. چجوری این دوتا از هم جدا میشن؟ این ساب نت ماسک میاد وسط. ساب نت ماسک یه دونه عددیه که یه تعداد 1 اولشه، بعدش یه تعداد 0 با یه تعداد 0 ادامه پیدا میکنه. یعنی تا یه جایی 1 از یه جایی به بعد 0. ساب نت ماسک یکاش مشخص، یعنی تا جایی که 1 مشخص میکنن که تا کجای این IP آدرس مربوط به شماره شبکه است. مثلا یه ساب نت ماسک ممکنه باشه 255 255 255 0. یعنی چی؟ یعنی اینکه 24 بیت اولی که داخل IP قرار گرفته مربوط به شماره شبکه است، 8 تا بیت آخرش مربوط به شماره اون دستگاه توی شبکه است. حالا اینجا مثلا بیایم ببینین، مثلا تو این آدرس IP اینجا گفته که ماسکش 3 تا 255 0، یعنی 24 تا 1 در نظر بگیرین با 8 تا 0. پس یعنی چی؟ یعنی که آدرس شبکهش هست 192 168 1 0، چون که اون 8 تای آخرش که میشن معادل این 104 دیگه مربوط به شماره شبکه نیستن. پس شماره شبکهش هست 192 168 1، شماره کلاینتش هست چی؟ هست 104. حالا این یکی دستگاه دیگر رو ببینین، هست 127 001. نت ماسکش چیه؟ 255 000. پس شماره شبکهش چیه؟ 127. شماره کلاینتش چیه؟ 001. یه دونه دیگه بالاتر بریم ببینیم که IP داشته باشه. این یکی مثلا این 172 17 01. این نت ماسکش هست چی؟ 255 255 00.
شماره شبکهش چیه؟ 172.17. شماره کلاینتش چیه؟ 01. برای چی اینا با یه سری 0 و یه سری 1 پیاده کردن؟ چه حدسی دارین که چرا این مدلی پیادهش کردن؟ یا چرا اصلا اسمش مسکه؟ از اینم شاید ایده به دست بیاریم براش. استاد ببخشید یه چیزی میخوام ببینم درست متوجه شدم، یعنی الان همیشه لزوما ستای اول مربوط به نتورک پورشن نیستن، ممکنه مثلا نه. متفاوت باشه. آره، نت ماسک تعیین میکنه که کدوم تا کجا مربوط به نتورک، تا از کجا به بعد مربوط به کلاینت. برای این 0 و 1 رو اینجا گذاشتن که شما خیلی راحت با یه دستگاه خیلی سبک بتونین از روی آی پی، از روی بیت های آی پی همین قسمت نتورک و قسمت هاست رو جدا کنین. اگر این ساب نت ماسک رو الان اند کنین، بیتاشو اند بکنین با بیت های آی پی، میشه قسمت نتورک. چون قسمت های صفرش که پاک میکنه بیت های قسمت کلاینتو، چیزی که میمونه میشه کد شبکه. اگه برعکسش بکنه چی میشه؟ یعنی اینو نات بکنه، همه یکاش بشه 0، صفراش بشه 1. حالا اندش بکنه با آی پی، میشه قسمت کلاینت. هر چی بمونه میشه شماره کلاینت. این باعث میشه که بتونن دستگاه‌های دیجیتال خیلی سریع پیاده بکنن که خیلی راحت بتونه قسمت نتورک رو از قسمت کلاینت جدا بکنه. برای همین مثلا از این روش ماسک استفاده میکنه. شاید تو عبارتایی که مینویسی ببینین برای آی پی عبارت دیگه‌ای هم برای ساب نت ماسک ببینین. مثلا ببینین چی؟ مثلا این شاید یه جاهایی ببینین 192.168.4.6 مثلا /23. این معنیش اینه که اگر یه همچین چیزی دیدین، معنیش اینه که 23 تا 1 در نظر بگیرین، 23 تا 1 باینری، این تا 23 تا بیت اول توی آی پی مربوط به نتورکه، از اونجا به بعد مربوط به کلاینت. خب این عدد پس میتونه از 0 تا 32 باشه. پس این یکی ممکنه نوتیشن هم ببینیم توی نمایش آی پی. خب پس این شد چی؟ این شد آی پی و ساب نت ماسک. حالا بریم سراغ یه سری دیوایس های دیگه. اول یعنی ببینیم چه امکانی به ما اضافه میکنه. وقتی که ما یه سری توی شبکه آی پی هستیم، حالا فرض کنید یه دونه ماشینی داریم، یه دستگاهی داریم که این دستگاه 2 تا آی پی داخل خودش داره، مثل همین سیستم من. یکی از آی پی هاش مثلا 892.168 مثلا یه عددی مثلا 100، یه دونه دیگهش هست 200.144.55.33 و ساب نت ماسکش هم باعث میشه که این دوتا تو 2 تا شبکه مختلف بیفتن. مثلا فرض کنید ساب نت ماسک هر دوشون باشه 192 باشه 255.255.255.0. اون وقت شماره شبکه این یکی این چیزی هم که اینجا نوشته روتر، فرض کنین که 2 تا دستگاه بهش وصله، یعنی 2 تا کارت شبکه مثلا داره. یکی از کارت شبکه‌هاش آی پیش هست 192.168.100، یکیشون هست 200.144.55.33. حالا این دستگاه فرض کنین یه عده دستگاه دیگه‌ای بهش وصل میشن با آی پی های مختلف. اون آی پی هایی که شماره شبکهشون با شماره شبکه این دستگاه، این ترمینال خاص از این روتر یکسانه، تو اون با هم تو یک شبکه فرض میشن. یعنی در واقع دستگاه هایی که به همدیگه ارتباط فیزیکی دارن و نتورک پارتشون با همدیگه مساویه، یعنی نتورک پارت قسمت آی پیشون با هم مساویه، فرض میشه که اینا داخل یک شبکه. اگر فرق بکنه توی یک شبکه نیستن. این باعث میشه که این مثلا دستگاه روتر من بتونه خودش رو توی 2 تا شبکه مختلف فرض بکنه، ولی کسایی که توی شبکه مثلا این 244 هستن
ارتباطی با کسایی که توی شبکه 192.168 هستن ندارن. اینا دو تا شبکه مختلفن، ولی یه نفر هست که تو هر دو تا شبکه هست. مثل ما، مثلا ما ممکنه ما تو شبکه خونمون باشیم، مثلا شبکه خونمون هست 192.168.1. ما تو شبکه دانشگاه هم هستیم. شبکه دانشگاه مثلا هستش 200 144 155. من تو هر دو اینها هستم. کسایی که ما تو خونه هستیم بدون اینکه به من چیزی بگن با کسایی که تو دانشگاه هستن ارتباطی ندارن، مگه اینکه اونها هم به یک طریقی یک عضویتی توی شبکه دانشگاه داشته باشن. ولی اگر اینو نداشته باشن ارتباطشون با دانشگاه از طریق من برقرار میتونه بشه. میتونن بیان چیکار کنن؟ از تو شبکه خونمون مثلا بیان به من بگن که برو این پیامو به دوست تو دانشگاه برس. باید پیامو به من بده از طریق چی؟ از طریق این شماره من تو شبکه خونه. یعنی 192.168.1 مثلا که این شماره این روتره باشه. اینجا به من اینو میرسونه. من چون توی دو تا شبکه هستم میتونم اون پیامه رو اگر خواستم به یه نفر توی یه دونه شبکه دیگه منتقل کنم. برای همین بهش میگن روتر. به این جور دستگاه‌هایی که آی پی رو متوجه میشن. یعنی علاوه بر این، یعنی سوئیچ مک آدرس متوجه میشد دیگه تا حد. حالا تو یه سطحی سوئیچ‌هایی هستن که یه مقداری آی پی هم متوجه میشن. ولی روتر کاملا آی پی رو متوجه میشه و میتونه بفهمه که یک پیام که دریافت کرده آی پیش مال کیه و اون پیامو به شبکه اون زیر شبکه محرم که به اعضای اون زیر شبکه منتقل بکنه. یا میتونه بیاد ببینه که مقصدش آی پیش داخل کدوم یکی از زیر شبکه‌هایی هستش که به این روتر وصل شده. یه روتر ممکنه که مثلا به 6 تا زیر شبکه 6 تا زیر شبکه رو بتونه به هم وصل بکنه. بعد بر اساس اون هر کدوم از این ماشینا میتونن آدرس مقصدشون رو از یه شبکه دیگه بنویسن، ولی باید اگه بخوان بهش برسه به یه شبکه غیر از زیر شبکه خودشون باید به این روتره بدن. روتره نگاه میکنه ببینه که آی پی یعنی کدوم نتورک هستش که مربوط به مقصد میشه، روی اون نتورک پخش میکنه اون پیامو. پس با این کار ما تونستیم چیکار کنیم؟ زیر شبکه‌های مختلفی پیام که همیشه ممکنه گم بشه، اون سوالی که کیارش پرسید به دلایل مختلفی ممکنه گم بشه. اون باید پروتکلمون یه شکلی باشه که اگر یه پیامی گم شد بتونه متوجه بشه. مثلا پروتکل میتونه اینطوری باشه که بیاد بگه که یه پیامی که میفرستی حتما منتظر تایید برعکسش وایسا وگرنه فرض کن که دریافت نشده. یه همچین روشایی میتونیم تو تعریف بکنیم که ارتباطمون پایدارتر بشه و اینا پیام همیشه ممکنه تو شبکه گم شه. خب پس این شد زیر شبکه انگار میشه دستگاه‌هایی که بخش نتورک از آی پیشون با هم یکسانه. اینا میتونن با هم دیگه صحبت بکنن، ولی روتر دستگاهیه که میتونه زیر شبکه‌های مختلف، یعنی توی عضو زیر شبکه‌های مختلفی باشه و پیامو بین زیر شبکه‌های مختلف پخش کنه. خب این تا اینجاش یه قدم دیگه. میتونی با میکروفون بگی اینها رو که سریعتر بتونیم اینها رو بیشتر صحبت کنیم؟ الان صدا من میاد؟ بله. یعنی مثلا الان داخل خود روتر اگه ما یه آی پی مشخص داشته باشیم که بخوایم یه پیامی بفرستیم ولی اون طرف مثلا آی پیش به هر دلیلی عوض شده باشه، خب این پیام مقصدش پیدا نمیشه. آره بهش نمیرسه. چه اتفاقی بهش میفته؟ مثلا تو شبکه میمونه یا بعد این مدتی میره شبکه میره گم میشه. یعنی یه هر بسته‌ای تو شبکه یه طول عمری داره. مثلا اگه از اون طول عمر بگذره، یعنی زمان مثلا ارسال رو یادداشت میکنه توی شبکه. اگه از اون زمان ارسال بگذره دیگه دستگاه‌ها انتقالش نمیدن. یعنی مثلا روتر نگاه میکنه اگه از زمان ارسالش یه مقدار گذشته باشه رد نمیکنه پیام. یا اصلا به مرور زمان اصلا یه دونه سیگنال ضعیف میشه توی شبکه.
خود به خود. این هم هست. آره بگو آتیلا. صدای من میاد؟ بله. استاد تو اون قسمتی که داشتید میگفتید خود سویچ رو اگه مثلا 2 تا دستگاه داشته باشیم با 2 تا مک آدرس مختلف، یکی یه جوری سعی کنه مک آدرس مثلا اون یکی رو بگیره، موقع رفتار خود سویچ چجوریه؟ یعنی یه نفر بیاد مک آدرس خودش رو عوض کنه معادل یکی دیگه بذاره. آره این کاملا میتونه این کارو بکنه. پیام‌های اون یکی هم دریافت میکنه. البته یعنی... اگر آره کاملا ممکنه. حتی در واقع گفتیم که اگر حتی روی یک هاب باشن اصلا حتی لازم نیست آی پی مک آدرسش رو عوض کنه. اگر هاب باشن که اصلا پیام‌های همه رو داره میبینه، چه مال مک آدرس خودش باشه چه نه. اگر رو سویچ باشن مک آدرس خودشو مساوی با یه نفر دیگه بذاره، آره بازم دریافت میکنه مک آدرس، یعنی میتونه این کارو انجام بده. کاملا هم شدنیه، یعنی اصلا کار سختی هم نیست. ولی روی روتر نه دیگه، اینجا دیگه نمیشه. ببین همه دستگاه‌ها میتونن عوض بکنن. یه نفر میره برنامه‌شو دستکاری میکنه دیگه، اون دستگاه رو دستکاری میکنه، مک آدرس عوض میکنه. این شدنی هست. حالا اینکه ما چیکار بکنیم که هنوز ارتباطمون امن باشه وقت تو این شرایطی که این اطلاعات اینقدر پابلیکه، یعنی در اختیار همه هست، اون یه دونه بحث دیگه است که اگر وقت داشته باشیم من یه 5 دقیقه 10 دقیقه در مورد اونم حرف میزنم. ممنون. خواهش می‌کنم. اگه نشد من نیم ساعت اول جلسه بعدی باز دوباره در مورد همینا حرف میزنیم. یعنی این بحث امنیت رو هم باید حتما در موردش حرف بزنیم. خب پس این شد زیر شبکه ها. حالا که ما مفهوم زیر شبکه و روتر رو متوجه شدیم که چی کارا میتونن بکنن، ما میتونیم الان میتونیم بیایم ببینیم که خیلی تعداد زیادی دستگاه مختلف میتونن تو زیر شبکه‌های مختلف باشن و اینا هنوز همه با هم یه جورایی ارتباط داشته باشن، به یه شکلی ارتباط داشته باشن. حتی ممکنه که 2 تا سیستم آی پی هاشون یکسان باشه، حتی ساب نت ماسکشون هم یکسان باشه، ولی با هم ارتباطی نداشته باشن. چطوری؟ مثلا ما فرض کنین 2 تا روتر داریم. خب اون 2 تا روتر با هم ارتباط داره. بعد مثلا دستگاه‌های وایرلس خونتون، مودم‌های وایرلس خونتون، اتفاقا اگه نگاه بکنین آی پی هاتون ممکنه شبیه همین 192.168 مثلا 0 یه چیزی باشه یا 1 یه چیزی باشه تو آی پی های خونتون. حالا اینا هر کدوم از اون دستگاه‌های وای فایتون یه دونه روترن در واقع. یه دونه زیر شبکه داخل خونتون داره که بهتون آی پی میده، یه دونه شما آی پی دیگه داره مال خودشه که باهاش به شبکه‌های بیرونی وصل میشن. اینجا یک از دوستاتون یه کلمه‌ای گفت که لن رو گفت، لوکال اریا نتورک رو گفت اول جلسه. لوکال اریا نتورک شبیه همین میتونیم فرض کنیم ساب نت ها، یعنی اون چیزایی که آی پی یا قسم نتورک آی پی یکسانی دارن، میتونیم فرض کنیم این لوکال اریا نتورک. دقیق نیست این جمله من، چون که اصلا پروتکل‌های شبکه‌ای مختلفی داریم، ولی میتونیم اینطوری فرض بکنیم که همون چیزی که بهش میگیم ساب نت الان یه چیز شبیه لوکال اریا نتورک. ولی خب حالا ما اون روترمون میتونه یه دونه آی پی دیگه داشته باشه توی یه زیر شبکه دیگه، که مثلا چیه؟ زیر شبکه اون جاییه که داره بهتون اینترنت سرویس میده و آی پیش هم فرق میکنه دیگه، 192.168 یه چیزی نیست. مثلا اگه من الان بیام اینجا بگم آی پی مو نشون بده، ببینین من آی پی 192.168.01 رو که اینجا دارم، خب من یه دونه آی پی دیگه هم دارم که مثلا من بیرون سیستم من، یعنی وقتی از روتر رد میشیم منو دارم با یه دونه آی پی دیگه میبینن. من مثلا میتونم بیام چیکار کنم؟ What is my IP؟ من اینو مینویسم، اگه دوست داشتین شما هم بنویسین. این آی پی هستش که از بیرون داره از من دیده میشه. خب هنوز این حرف من دقیق نیست، ولی میتونین اینطوری فرض بکنین که من به یه شکلی از یک نفری که من باهاش ارتباط دارم، اگر داخل زیر شبکه من نباشه، منو داره با این آی پی میبینه. این آی پی احتمالاً روتر من توی اینترنته یا توی یه شبکه دیگه است. هنوز این حرف من دقیق نیست، ولی میتونید اینطوری فرضش بکنید.
خب پس من پیاممو دارم به روتره میفرستم، روتره داره خودش یه دونه آی پی داره توی یه شبکه دیگه، از طریق اون شبکه میتونه با بقیه ارتباط بگیره. مثلا شما ممکنه که همونی که گفتم تو شبکه خونتون 192.168.0.1 دستگاه وای فایتون یه آی پی دیگه داره توی یه دونه شبکه دیگه، و یه دستگاه وای فای دیگه مال خونه همسایه‌تون حالا در نظر بگیریم، اونم باز دوباره میتونه شبکه داخلیش شمارش باشه 192.168.1 یه چیزی، خب ولی شبکه بیرونیش آی پیش متفاوت باشه، یه چیز دیگه ای باشه کلا توی رنج دیگه ای. حالا اون دو تا دستگاه‌های شما اون ترمینال خارجیشون همدیگر رو میبینن، ولی اون ترمینال داخلیشون که 192.168.1 هستن اونا دیگه همدیگر رو نمیبینن. خب برای همین اون کسایی که شما تو خونه خودتون هستین توی زیر شبکه خودتون با همدیگه از طریق اون دستگاه خودتون ارتباط دارن با کدوم آی پی؟ با اون آی پی 192.168.1 مثلا یا یه چیزی. ولی با اون کسایی که مال خونه همسایه‌تون هستن اونا هم 192.168 مثلا یکن ارتباط ندارن، چون که اینا دو تا زیر شبکه مختلفن و آی پی همدیگه رو نمیدونن. اون روترها هستن که فقط یک شانسی دارن که این کار رو انجام بدن یا اجازه بدن انجام بشه. پس حالا خلاصه این روش آی پی درست کردن کمک میکنه که ما بتونیم یک عالمه زیر شبکه‌های مختلف داشته باشیم، یک عالمه آی پی با تعداد خیلی زیادی آی پی داشته باشیم. خیلی دیگه زیاد میشه، میلیارد و اینا که گذشته، به خاطر اینکه ما یه ترکیبی از سابنت و یعنی نتورک آدرس و کلاینت آدرس داریم و اینکه آی پی های تکراری میتونیم داشته باشیم که این آی پی ها لزوما همدیگر نمیبینن توی سابنت های مختلفی هستن. احتمالاً وی پی ان زدی دیگه. اگه وی پی ان زده باشین آدرس اون سرور وی پی انتون نشون میده. اون سوالی که کیارش پرسید و من دارم میگم که گفتش که آدرسش رو یه جای این سایته که زدش آدرسش رو یه جای دوری زدن. آهان خب اون همونی که گفتم که دقیق نیست حرف من. الان جلوتر میبینیم که دقیق تر چی میشه. ببینید شما وقتی که از یک دونه جایی سرویس اینترنت میگیرین لزوما به شما اصلا بذارید در مورد این الان حرف بزنیم که ببینیم شبکه اینترنت اصلا چیه الان. آره پیش میاد، اصلا عجیب نیست. حالا الان وقت خوبیه که ببینیم شبکه اینترنت چیه. ببینید با این مفهومی که ما آمدیم صحبت کردیم که گفتیم آی پی چی هستش، یه بخش شبکه داره یه بخش کلاینت داره، ما الان گفتیم که یه سری زیر شبکه میتونه تعریف بشه و خب حتی زیر شبکه ها رو دیدیم که با یه فرمتی میتونن آی پی های یکسانی داشته باشن ولی همدیگه رو نبینن. اینترنت در واقع یه زیر شبکه است، چیز عجیبی نیست. اینترنت یه زیر شبکه است ولی زیر شبکه خیلی بزرگیه و یه عده خاصی، یک ماشینای خاصی، یه تعدادی ماشین هستن که توی اون زیر شبکه شماره دارن، آی پی دارن. اونها میتونن با هم دیگه صحبت بکنن توی شبکه اینترنت. پس اینترنت یه دونه زیر شبکه است. حالا شما وقتی میگیم به اینترنت وصلین معنیش چیه؟ معنیش اینه که با یکی از اون ماشینایی که داخلش زیر شبکه اینترنت آی پی داره به یک شکلی میتونین پیام برسونید. حالا ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ روتر شما، یک دونه روتر خونه شما ممکنه یه دونه آی پی توی اینترنت داشته باشه، یه دونه آی پی تو زیر شبکه خونه شما داشته باشه. شما آی پی تون 192.168.1 مثلا یه چیزی هستش، پیام میرسونین به روتره، بهش میگین که اینو ببر برسون به یه نفر تو شبکه اینترنت با آی پی فلان. خب این میاد مودم شما توی اینترنت هم یه دونه آی پی دیگه داره، پیام شما رو برمیداره میذاره تو اون زیر شبکه دیگه پخش میکنه تو اینترنت، اون مقصدی که میخواین پیامتون رو میبینه. حالا ممکنه که به همین قدر مستقیم هم نباشه. مثلا وای فای شما باز دوباره توی یه زیر شبکه دیگه است که اون
یه شرکتی به شما اونو داره سرویس میده، اون شرکته مثلا اون شرکته به اومده به خیلی ها مودم داده. اون مودم‌ها بازم تو شبکه اینترنت نیستن. اون مودم‌ها باز دوباره ممکنه تو زیر شبکه اون سرویس دهنده باشن. هر کدومشون. باز دوباره اون شرکته یک سری آی پی خاص داره که از اطلاعات که همه این مودم‌ها با اون آی پی که تو زیر شبکه خود اون شرکت ساختن با هم میتونن حرف بزنن، ولی یه دونه آی پی هم داره تو اینترنت. یعنی اگر خواستن از این زیر شبکه خارج بشن به اینترنت پیامی بفرستن، باز برمی‌داره اون پیامشو با روتر اون شرکته میبره تو شبکه اینترنت. یعنی این لایه‌های مختلفی میتونه باشه. حالا مثلا اینکه شما زدین جنوبین زده شمال، ممکنه از یه دونه سرویس دهنده‌ای دارین استفاده می‌کنین برای وصل شدن به اینترنت که پیام شما رو اول از خونه‌تون برداشته آورده مثلا توی زیر شبکه شهرتون. بعد اون شرکته ممکنه این شرکتی باشه که توی ایران هم داره سرویس میده، اومده باز دوباره یه زیر شبکه داره بین شهرهای مختلف، از زیر شبکه شهر شما برداشته گذاشته روش زیر شبکه کشور، باز از اونجا یه دونه زیر شبکه دیگه داره که یک دونه آدرس تو اینترنت داره، از روی زیر شبکه کشور برداشته گذاشته روی شبکه اینترنت. حالا اون ماشینی که آخر سر توی اینترنت هستش، شما آی پی اون رو دارین میبینین وقتی که این سایت رو باز میکنین. اون آی پی ممکنه تهران باشه یا هر جای دیگه باشه. خب پس اینم از این که زیر شبکه‌ها میتونن لایه‌های مختلفی همینطور داشته باشن، ولی شبکه اینترنت یه شبکه‌ایه، یه زیر شبکه‌ایه که یک سابنت ماسک مشخص داره و یه عده‌ای داخل اون شبکه اینترنت آی پی دارن و اون عده اگر داخل سابنت دیگه‌ای باشن میتونن به اون سابنت دیگه پیام‌های اون سابنت دیگه رو هم به اینترنت منتقل بکنن. حالا یه سوالی پیش میاد، مثلا یه کلمه‌ای پیش میاد، الان وقتی که من توی خونم هم 192.168.1 فلانم، مثلا میخوام به امیررضا، به کامپیوتر امیررضا وصل بشم، چجوری میتونم این کار انجام بدم؟ کامپیوتر امیررضا هم 192.168.1 یه چیزی، ولی مثلا ما یه جای مختلفی مثلا ارتباطی نداریم. چجوری اصلا من میتونم مستقیم برای امیررضا پیامی بفرستم مقصدش رو مشخص بشه برای امیررضاست؟ جوابش اینه که به صورت عادی نمیشه این کار رو کرد. خب ولی مثلا الان ما چجوری تونستیم اینجا با هم ارتباط بگیریم؟ این شکلی که ما داریم هممون به vc.sharif.edu وصل میشیم. خب این مثلا فرض کنید یه آی پی داره، راستش رو بخوایم واقعا هم همینه. الان من اگه این رو بردارم، اینجا از جا برمیدارم، بهش میگم پینگش کن، میبینید که یه دونه آی پی داره. این یه دونه آی پیه تو شبکه اینترنت. حالا یا حداقل آی پیه که من از این وبسایت دارم میبینم. حالا من این آی پی رو دارم میبینم، امیررضا هم این آی پی رو داره میبینه و این آی پی تو شبکه اینترنته. من به شبکه اینترنت با چند لایه دسترسی دارم توسط اون پرووایدری که به من اینترنت میده، یعنی منو به شبکه پیامای منو به شبکه اینترنت میرسونه. امیررضا هم همینطور. امیررضا هم یه دونه پرووایدر دیگه داره که پیاماشو به شبکه اینترنت میرسونه. حالا خاصیتش اینه که ما الان داریم همدیگر رو میبینیم به خاطر اینکه من پیامو میرسونم به این شبکه، به این آدرس توی اینترنت، به این vc.sharif.edu یا همون آی پیه. حالا به یه شکلی این تبدیل به آی پی میشه. اون ماشینه امیررضا هم میرسونه پیامشو. من به ماشین وصل میشم، بهش میگم من حسین بومریم. خب پیامای و هر وقت من پیام بفرستم که اون میتونه بیاد ببینه. امیررضا هم همین کار رو میکنه، میگه من امیررضا. حالا من میتونم بیام بگم که پیامم به اون vc.sharif.edu چی باشه؟ اینه که این باشه که من حسین بومریم، اگر یه نفری اسمش امیررضا هستش و خودشو بهت معرفی کرده، خب تو میدونی که امیررضا چطوری بهت وصل شده، پیام منو به امیررضا برسون. اینطوری ممکنه که ما بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. یعنی یک نفر دیگه ای تو شبکه اینترنت باید باشه، ما هر دومون خودمون رو به اون نفر معرفی بکنیم، اون وقت اون نفر میتونه واسط پیام ما توی اینترنت باشه.
در این صورت اصلا خب من هیچ راهی به زیر شبکه امیررضا ندارم که بهش پیامو برسونم. اینجا مفهوم VPN معرفی میشه. حالا اگه دوست داشتین VPN رو بیشتر میتونیم بیان بخونین. VPN یک شبکه مجازی میسازه روی بستر یک شبکه دیگه. یعنی شما وقتی VPN میزنین یه IP دیگه میگیرین، ولی چه اتفاقی میفته؟ شما همتون به یه سرور خاص وصل میشین. VPN سرور شاید شنیده باشین، یا اصلا انتخاب میکنین سرور کجا باشه برای VPN هاتون، یه همچین چیزی. شما تعیین میکنین که به کدوم VPN سرور میخواین وصل بشین. وقتی بهش وصل میشین، اون یه شبکه رو شبیه سازی میکنه، به شما یه دونه IP میده. خب توی زیر شبکه خودش یه زیر شبکه مجازی درست میکنه. حالا شما ممکنه که به اون زیر شبکه وصل بشین، یه نفر دیگه هم به همون زیر شبکه وصل بشه، اونم میاد یه دونه IP دریافت میکنه تو اون زیر شبکه. حالا اگه میخواین شما با هم صحبت بکنین، اون میاد یه چیزی شبیه شبکه رو شبیه سازی میکنه. حالا شما میتونین بیاین چیکار بکنین؟ شما این دفعه امیررضا به اون سرور VPN وصل شده، مثلا یه IP از اون سرور VPN گرفته، IP 444 مثلا. منم وصل شدم به 445 رو مثلا به من داده. من الان میتونم به امیررضا مستقیم صحبت کنم از طریق اون VPN سروره. یعنی من به هر حال هر پیامی که تو این شبکه مجازی میخواد منتقل بشه برای من، از طریق اون VPN سرور منتقل میشه. یه دونه بحث حالا امیررضا باقری گفت که شبکه توزیع شده چیه. ببینید شبکه توزیع شده قضیهش اینه که شما مثلا وقتی که یه دونه ممکنه که توی زیر شبکه باشین، خب به جایی که یک دونه روتر داشته باشین برای ارتباط با شبکه‌های بیرونی، چند تا روتر داشته باشین. خب این باعث میشه که فقط یک مسیر برای انتقال اطلاعاتتون به زیر شبکه‌های دیگه وجود نداشته باشه. پیامی که میفرستین ممکنه که 3 تا روتر دریافت بکنن و خب همشون منتقل بتونن بکنن. این که خوبیه که داره این که این وسط اگه یک از روترها بسوزه، هنوز ارتباط شما قطع نمیشه. یعنی دیگه ساختار ارتباط از یه چیزی شبیه درخت خارج میشه، ساختار ارتباط شبکه زیر شبکه ها تبدیل میشه به یه چیزی که وبه. برای همون بهش میگن شبکه وب. به یه چیزی که دیگه به چند روش اینا با هم دیگه وصلن، در هم تنیده تره، که باعث میشه استیبیلیتی بیشتری داشته باشه. یکی از شبکه‌های توزیع شده، چیزایی که بهش میگن شبکه‌های توزیع شده، این روش توزیع کردن شبکه است. حالا شبکه توزیع شده جاهای مختلف هم داره. مثلا شبکه توزیع شده برق هم داریم ما. اونم مفهومش یه چیز شبیه همینه، ولی خب نکتهش اینه که به یه شکلی میتونه پیاما رو پخش بکنه به جاهای مختلفی یا به شکل‌های مختلفی. و خب ببینین P2P، حالا این یک نوع ارتباطی، یه ذره جلوتر یه سری از اینها رو هم صحبت می‌کنیم، ولی P2P معنیش پیر تو پیره یا پوینت تو پوینته. حالا من P2P جاهای مختلف معنی داره، ولی اگه به طور کلی همشون معنیش اینه که دو تا سمت مختلف ارتباط همدیگر رو میشناسن و ارتباطشون نقطه به نقطه است. یعنی یه پیام رو از یه جایی میگیرم به یه جای دیگه میرسونم. ولی این P2P توی جاهای مختلف معنی‌های مختلف داره. مثلا توی ارتباط کانکشن P2P داریم، اینترنت P2P داریم، یعنی مثلا اینها مختلفه، ولی کلا معنی P2P اینه که از یه نقطه به یه نقطه دیگه ارتباط برقرار میشه و اون نقطه مقصد ادامه کار رو انجام میده. خب این از این. من ببینم الان چقدر دیگه وقت داریم. حدود 5 دقیقه دیگه صحبت کنیم، بعدش ادامهش رو جلسه بعدی میریم جلو. خب پس تا اینجاش با مفهوم اینترنت هم آشنا شدیم. کلمه‌های خیلی خوبی دارین میگین. DNS هم یه دونه کلمه دیگه هستش، DNA Domain Name Service. ببینین من اینجا چیکار کردم؟ این یک دونه پروتکلیه که پروتکل اینه که این عبارتی که اینجا داریم میبینین توی این شبکه وب که اینجا هست، مثلا vc.sharif.edu، به این میگن domain name. domain name از یه دونه پروتکل تشکیل شده که این پروتکل HTTPS. جلسه بعد در موردش بیشتر حرف میزنیم که این چیه. این اسم دامنه است. این اسم دامنه رو شما مثلا فرض کنین بردارین اینجا بنویسین، همین کاری که من اینجا کردم. من مثلا اینجا پینگ، این اسم دامنه.
این رو تبدیل به آی پی میکنه. یعنی به یه شکلی میگرده توی شبکه، میگرده با یه پروتکلی که جابجا میشه بین ماشین‌های مختلف. این نهایتاً تو نتیجه این رفت و برگشت‌ها این دامنه، اسم دامنه میرسه به یه سرویسایی که بهش میگن سرورایی که بهش میگن سرورای DNS که تو شبکه وجود داره. این سرورها خاصیتشون اینه که میتونن اسم دامنه رو دریافت کنن، برن ببینن که آی پی اون دامنه، آی پی معادلش چیه. این سرویس بهش میگن سرویس DNS. اهمیت جلسه بعدی میگم، این جلسه فرصت نمیشه. خب پس تا اینجاش در مورد اینترنت هم صحبت کردیم، در مورد آی پی هم صحبت کردیم و حالا بریم ببینیم که توی چه نوع ارتباطات مختلفی میتونیم داشته باشیم. حالا ما میخوایم یه لایه بیایم بالاتر. من دوباره برگردم به اون عکسی که نشون دادم در مورد لایه های شبکه. ما الان در مورد روترها صحبت کردیم که تو لایه نتورک بودن، یعنی آی پی متوجه مثلا میشدن، ساب نت ها رو متوجه میشدن. حالا ما ممکنه به روش‌های مختلفی بخوایم این دفعه یه لایه بریم بالاتر. باز دوباره به روش‌های مختلفی می‌خوایم با هم ارتباط بگیریم، یعنی یه سری تضمینای ارتباطی داشته باشیم، مثلا اون چیزی که کیارش گفتش که پیام ما گم بشه چه اتفاقی میفته. ما شکل‌های حالا از همین بستر آی پی میتونیم استفاده بکنیم، روش‌های مختلف ارتباط با هم دیگه داشته باشیم. این خیلی بد داره دیده میشه. من ببینم میتونم با یه برافزار دیگه باز کنم. خب با این باز شد. یه روش مثلا چیه؟ مثلا اینی که شما فرض کنین تلفن می‌خواید به نفر بزنین. وقتی تلفن به نفر میزنین چه اتفاقی میفته که ارتباط برقرار میشه؟ به یه شکلی وقتی که شما زنگ میزنین تماس شما به یه نفر دیگه میرسه. خب ولی حالا وقتی تماستون به اون نفر رسید ممکنه دو جور مختلف ما هم بخواین ارتباط برقرار بکنین. یکیش اینه که شما زنگ میزنین به اون نفر. خب تو این زمان چه اتفاقی میفته؟ شما تماس میگیرین، گوشی اون زنگ میخوره، شروع میکنه زنگ خوردن. اون نفر صدای زنگ رو میشنوه، اگه دوست داشت ارتباط رو برقرار میکنه، یعنی شما اینجا زنگ میزنین، خب اون گوشیش زنگ میخوره، اگه دوست داشت ارتباط رو برقرار میکنه. وقتی که اون ارتباط برقرار شد اون وقت دیگه با هم وصلین، میتونین صحبت بکنین. خب ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که طرف اولا تماس میگیره، طرف دوم اجازه اینو داره که وصل بکنه یا نه. اگر وصل کرد، تایید کرد، مطمئن میشن هر دو تا طرف که همدیگه رو پیدا کردن، حالا ارتباطشون با همدیگه برقرار میشه و میتونن صحبت بکنن. یعنی اینکه قبل از اینکه این ارتباط بخواد برقرار بشه مطمئن میشن از اینکه با هم ارتباط دارن. اصطلاحا میگن هندشیک برقرار میکنن، یعنی یه دست با هم میدن، یه نفر دستشو دراز میکنه، اون یکی دستشو میاره، دست این یکی رو میگیره، حالا با هم توافق کردن که میخوان با هم صحبت بکنن، ارتباط رو ادامه میدن. خب این ارتباط خوبیش اینه که اطمینان میده که یه دونه پیام داره دریافت میشه و حتی یه سری روش‌ها، این یکی از مدلاشه. خب مدلاییه که یه همچین هندشیکی برقرار میکنه. مدلای دیگه‌ای هم ممکنه باشن، مثلا مدلایی ممکنه باشن که به همین شکله و تضمین ترتیب بسته ها رو هم ارائه میده. یعنی مثلا شما اگر بعد از اینکه ارتباط برقرار شد، یعنی این مرحله رو طی کردین، درخواست دادین، تایید کرد، ارتباط برقرار شد، وقتی شما بسته های 1 تا 10 رو بفرستین، اون طرف هم تضمین میکنه که بسته ها به شما به ترتیب 1 تا 10 توی طول زمان دریافت میشن. این یک دونه پروتکلیه، حالا به یه شکلی بر بستر آی پی پیاده شده که اسم پروتکلش TCPه، که پروتکلایی هستن که کانکشن اول برقرار میکنن، هندشیک برقرار میکنن و تضمین رسیدن اطلاعات میدن. ولی بعضی وقت ممکنه این برای ما زیاد مهم نباشه، مثل وقتی ما SMS میفرستیم. باز دوباره برای یه شماره تلفنه، ولی لزوما ما دریافت نمیکنیم که این SMS دریافت شد یا نه. من SMS رو میفرستم، اون نفر ممکنه گوشیش خاموش باشه، SMS رو دریافت نمیکنه.
به اینا میگن پروتکلی که دیتاگرام میگن، که بر دیتا ما میفرستیم، لزوما منتظر جوابش نیستیم. پروتکل UDP یه نمونهشه. مثلا که ما یه نامه پست میکنیم، نامه رو میذاریم تو صندوق پست، دیگه متوجه نمیشیم که رسید به اون طرف دیگه یا نه. خب این یه روش دیگه ارتباطه، بهش میگن دیتاگرام. تو این روش من آدرس گیرنده رو میذارم، پیاممو میذارم، میدم به ارسال کننده، ولی مطمئن نیستم که دریافت میشه. خودمون میتونیم بر اساس این پروتکل یه چیزی بنویسیم که یه پروتکل دیگه ای پیاده سازی بکنیم که تضمین بده. مثلا چی؟ مثلا بیایم بگیم که وقتی من نامه رو پست کردم یه قراری گذاشته باشم با اون کسی که نامه رو میگیره که هر وقت نامه رو دریافت کرد حتما تا حد اکثر 1 روز جواب نامه رو بفرسته. شرکت پست هم تضمین میکنه که نامه رو حتما تو 3 روز میفرستن اگر بخواد بگیره اون نفر. خب اون وقت یه تضمینی داریم دیگه، من نامه رو میفرستم، اگه تا 6 روز دیگه به من نرسید یعنی نرسیده بهش. ولی من دارم روی اون پروتکل دیتاگرام یا اون پروتکل ارتباطی یه پروتکل دیگه خودم پیاده سازی میکنم که کمک میکنه که مثلا یه سری تضمینای دیگه ای دریافت بکنیم. ولی خب خلاصه این دو تا نوع پروتکل مختلف ارتباطی هستش که یکیشون کانکشن اول برقرار میکنه، یکیشون دیتاگرام ارتباط میگیره. جلسه بعدی شروع میکنیم بیشتر در مورد هر کدوم از اینها صحبت کردن. جلسه بعدی امنیت رو هم در موردش بیشتر صحبت میکنیم که چجوری میشه حالا که مثلا توی بستری هستش اطلاعات مشترک داره خیلی ها بهش دسترسی دارن پیاممون رو امن بکنیم. چند تا مبحث در مورد امنیت هم جلسه بعدی صحبت میکنیم. بعد یه مقدار دیگه هم در مورد این TCP/IP صحبت میکنیم. بعدش شروع میکنیم کد نوشتن که چجوری توی جاوا بیایم با مثلا دیتاگرام اطلاعات بفرستیم برای همدیگه یا مثلا با TCP/IP اطلاعات بفرستیم. خسته نباشید، وقتتون بخیر.